بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، یک مسئله که بسیاری از برادران سوال میکنند، این آیه تعبیر الله تعالی در قرآن کریم با لفظ جمع. الله سبحانه و تعالی یگانه هست، شریکی ندارد، ولی گاها ما چنین عملها را کردیم، ما قرآن را نازل کردیم، گفته با صیغه جمع الله تعالی سخن میکند. از جمله الله تعالی میگوید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را نازل کردیم و ما قرآن را محافظت میکنیم، با صیغه جمع. و جواب این مسئله چنین است که صیغه جمع در مثل قول الله تعالی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هي للتعظیم والاجلال لا للتعدد. این برای تعظیم و بزرگداشت، نه برای گوناگون بودن یا بسیار عدد بودن آنها. الله تعالی یگانه هست، شریکی ندارد. بنابراین فخر الدین رازی هم در تفسیر انا نحن نزلنا الذکر چنین فرمودند: فهذه الصيغه وان كانت للجمع الا ان هذا من كلام الملوك عند اظهار التعظیم. این صیغه، یعنی ما قرآن را نازل کردیم، این صیغه اگر چنده که برای جمع باشد، یعنی جماعت گویا این کار را کرده است، الا ان هذا، فقط که این از کلام پادشاه ها هست در وقت اظهار بزرگی. در زبان عربی پادشاه ها و بزرگ ها اگر بزرگی خود را اظهار کردنی باشند، با صیغه جمع سخن میکردند. و الله تعالی این قرآن را به زبان عربی نازل کرد، چطوری که گفت بلسان عربی مبین. ما این قرآن را به زبان عربی آشکارا نازل کردیم، یعنی در اسلوب زبان عربی چگونه که باشد همون گونه الله تعالی قرآن را نازل کرد. بنابراین در اسلوب زبان عربی شاه ها، علل خصوص ابرقدرت ها، وقتی که بزرگی خود را اظهار میکردن با صیغه جمع سخن میکردن. و فإن الواحد منهم إذا فعل فعلا أو قال قولا قال إن فعلنا كذا وقلنا كذا فكذا ها هنا. یعنی این دوام سخن فخرالدین رازی هست. میگه یکی از پادشاه‌ها اگر این کاری را اجرا کنه، اون سخنی را گوید، تعبیر کند، میگه که ما کردیم، ما چنین گفتیم، ما چنین کردیم گفته، یعنی با صیغه جمع اظهار میکند. سخن فخرالدین رازی به آخر رسید و محمد امین شنقیطی رحمت الله علیه میگن که وصیغه الجمع للتعظیم، صیغه جمع برای تعظیم استفاده میشه، برای بزرگداشت. مانند قول الله تعالی که انا نحن نحیی الموتى، ما مرده ها را زنده میکنیم. الله تعالی خودش زنده میکند، لیکن با صیغه جمع آورد. و هو جل و علا واحد، الله تعالی یگانه هست، الا انه يعبر عن نفسه بصيغه الجمع. اگرچه یگانه است ولی با صیغه جمع گاه تعبیر میکند، لاجل التعظیم والاجلال، برای بزرگداشت. و اگر یگان کس گوید که وقتی که الله تعالی گفت که ما قرآن را نازل کردیم، این دلالت میکند که خداها بسیار است،
ما باید بازگشت به محکم قرآن کنیم. محکم قرآن میگوید که و الهکم اله واحد، و اله شما، خدای شما خدای یگانه هست. لا اله الا هو، غیر او دیگه معبودی بر حق نیست. و هو الرحمن الرحیم، یکی از نامهای بزرگش رحمان است و رحیم است. الله تعالی ذات است مهربان و نهایت بخشنده و مهربان. در این آیت الله تعالی صراحتا گفت که و الهکم اله واحد، پروردگار شما، معبودی شما معبودی یگانه است، خدای یگانه است، او شریک ندارد. فإن ضمير نحن يستعمل في اللغة العربية للواحد المعظم نفسه. ضمیر نحن یعنی ما در لغت عربی برای یک شخصی که خودش را بزرگ می شمارد استفاده می شود. و هذا المعنى هو المراد في القرآن بحديث الله عن نفسه. و این معنا اونه که الله تعالی در قرآن وقتی که از نام خودش گپ میزند و با صیغه جمع میگوید، مراد همین است، یعنی برای تعظیم نفسی الله تعالی هست. ولا شک ان الله تعالی هو العظیم الكبیر المتعال. بیگان شک و شبهه الله تعالی ذات عظیم، کبیر، بزرگ و ذو الکبریاء و العظمه، صاحب کبریا و عظمت می باشد. این بود درباره مسئله که در قرآن الله تعالی وقتی که سخن میکند، اگر الله تعالی یگانه هست ولی با صیغه جمع سخن میکند، پاسخش این است. الله تعالی علم. بله، اگر یگان سوال ها باشد قبول کنید. اکرام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله مهربان جزای نیکی از شما و خدا ما راضی باشد از شما. همین یک دو مسئله بود حضور، همین کاری که عیناً شده ای سال است، همین سوالایی که مثلا از ما میپرسن، من گفتم یک بار از شما همین چیز پرسم. مسئله طلاق میدونم مسئله وزنین به هر بابت. یک مسئله این که زن چندین سال شوهرش زنش به درست نگاهی نمی کند، فرزنددار هست، اما روسیه می آید به کار خودش که مشغول میشد، خیلی اینجا زن میگرد، لیکن نه سوم میپرتد برای زنش، نه تلفن به تلفنی مثلا نه گپ میزند. همین یک 3-4 ماه به یک بار ممکن یگان کس که دیگر گپ زند. اینقدر خیلی مثلا ما مهربانی که شوهر برای زن باید کند این چیز نیست، یعنی که حق زن نمیتید. برای دیگران گپ میزند که خیلی او زن برای من در کار نیست، خیلی یگان کسی بخواهد شو کند یا که سگم برای نگاه نمی کند، این خیلی گپوی بیمانی. لیکن بعد چند مدت، بعد چند دین سال، بعد از 7 یا 8 سال گشته می بیاد شوهر گشته می بیاد، خیلی اونو به فکرم کمتر زندگی میکنن. دو زن در این مدت زن گشته روسیه می آید، چون که اویلش مثلا برادرش، مثلا خواهرش، پدرش اینجا اومدگی، اینجا همینجا مسکون شدگی می بیاد نزد اینها، اینجا می بیاد کار میکند، فرزندو کلان شدگی، فرزندو مثلا اوج خانه‌دار کردگی، یک تاش موندگی. و زنک با شوهرش می نویسد که مثلا من با تو زندگی کردن نمیخواهم. در همین مدت زنک از شوهرش جواب خود را میپرسد، لیکن شوهر جواب زن را نمیدهد، دیگر گپ نمیزند. مردم دیگر گپ نمیزند، زنم دیگر گپ نمیزند، لیکن زن در همون حالت خودش هم به مادر شوهرش می نویسد که مثلا اوه کن خیلی نزدیک بودم، به هر وقت میگذرد که من هم خیلی با پسرتون دیگر زندگی کردنی نیستم، لیکن مادر اون مردم مثلا 100% قبول نمیکند این گپ. خیلی میگه تو زبول فعلش به گپ زدوس، از قهرش میفرد، از جهلش میفرد و بگشته میباید. لیکن در همین مدت زن بعد از چند ماه میگرد شوهر میکند، لیکن اویله در همون مدت باخبر نمیشد. بعد از چندین وقت، بعد از 1 سال تقریبا شوهرش مثلا همون شوهر کهنه با مادر همون شوهر رو باخبر میشند و بعد جنگ و جنجال میبردارند.
که در بالای همین شوهر که گفته همین مسئله مثلا همون نکاحی که همون زنه کرد بعد همون در نکاح یگان ولی زن مثلا روزگی خود را نداده است از همه مثلا گویم اگر روستی یگان خیل نه برادرش هم هست پدرش هم هست نه که اونو بیخبر بودن اونو بهتر خبردار میشن بعد از چند مدت بعد از چند ماه همین نکاح آیا نکاحی درست است حاضر همون زن الکی با دیگر شوهر مثلا زندگی دارد همین چخیل میشد چخیل کند بهتر میشه همین کاری کردگیش عموما درست است یا که نادرست بود البته کارهایی که الان شما ذکر کردید تقریبا همش نادرست است. اهمیت ندادن شوهرها به زنها این مسئله علاهیده هست. انشاءالله در این مورد علاهیده صحبت میکنیم، ولی مختصر این است که ظلم حرام است. امروز وقتی اهمیت نمیدهید بینید بعد اینکه شوهر کرد به شما در کار شد. امروز وقتی که اهمیت نمیدهید دیگرها اهمیت میدهد، بعد پشیمانی سود ندارد. بنابراین برادرها یعنی همراهی همسرها عدالت کنید، ظلم نکنید. و ظلم روز قیامت ظلمات است. اصلا وقتی که بر بالای مردم ظلم می شود از طرف پادشاه، همین ظلم هم بیهوده نیست، برای که همین خلق ظالم هستند. اصلا الله تعالی میگوید که ما ظالم ها رو با ظالم ها عذاب میدهیم. و وقتی که انسان حتی برای خودش هم ظلم کند اون ظالم است، برای نفس خودش یا برای همسرش. بعضی ها واقعا اگر گیرید آدم خوب است در کوچه، لیکن برای همسرش ظالم است. او ظالم است به هر حال. یا برای حیوان ظالم شده او ظالم است. و سنت الله تعالی در بالای ظالم یک ظالمی کلانتر مسخر میکند. ظالمی کلانتر ظالمی معدچی عذاب میتید. او ظالمی کلانتر با ظالمی کلانتر دیگر عذاب میتید. ما همین گونه ظالم ها را با ظالم ها نیست و نابود میکنیم میگوید الله تعالی. بسیاری مردم از ظلم شکایت میکنن لیکن خودشان ظالم هستند. الله سبحانه و تعالی ما را برای راست هدایت کنه. درست به خلق به آدمای زیاد ظلم نمیکنند، لیکن به یک نفر دو نفر سه نفر ظلم میکنند. وقتی که به بالاش ظلم کرده میشه به شکایت میکند که به بالای من ظلم شد. خودت هم ظالم هستی آخر. و الله تعالی در قرآن میگه که ما ظالم ها را با ظالم ها میزنیم. یا ظالم جزا میدهد. بنابراین برادرای عزیز بسیار زنها شکایت میکنن که مثلا یه زن میگه که 11 سال شد ما زندگی نمیکنیم جدا، لیکن طلاق هم نمیدهد. آخه طلاق گفته وقتی که زنگ میزند اولش یافتنش مشکل است بود، نه رقمش میدونیم، نه عنوانش میدونیم، نه زنده مردنش میدونیم. اگر رفت و یاویم هم بعضی قصه های من یک جای کرده گفتم، اگر رفت و یاویم هم میگفت که من تو طلاق نمیتیم، من میخوام که تو عذاب کشی همین خیر. نه شوهر کرده توانی و نه یعنی همراهی من زندگی کنی، یعنی همچونی از ظلم. البته برای این گونه ظالم ها الله تعالی دیگر ظالم ها را میفرستاند. بنابراین از الله تعالی ترسید. اون شخصیت هایی که با همسراتون زندگی نمی کنید و طلاق هم نمیتید که وای شوهر کند. الله سبحانه و تعالی گفت که یا با نیکی زندگی کنید یا با نیکی طلاق دهید. با نیکی ولا تنسوا الفضل بینکم. وقتی که زن و شوهر از همدیگر جدا میشن دیگه به خلاصه آمدن که اینا یک جای زندگی کرده نمیتونن، وقتی جدا میشن ولا تنسوا الفضل بینکم، اون نیکی هایی که کرده بودید بین همدیگر اونو فراموش نکنید. یعنی زن و شوهر به هر حال 1 سال یا 1 روز هم اگر زندگی خوب کرده باشند به همدیگر نیکی کردگی هست. الله تعالی میگه که همون نیکی ها رو فراموش نکنید. وقتی که آدم
بسیار همسرش اذیت میداد، یار و دوستانش میفهمیدن. مثلا دوست آدم میفهمد که همین آدم با زنش مشکلی دارد، خود تلفناش آوازاش صدا میتید، دادگویی میکند. خانه که آمدید مهمان باشد هم زنک داد میگود، مثلا میفهمد که همین زنش مشکلی دارد، یا میگود امروز من فلان کار کرده نمیدونم برای اینکه مشکلی عائلوی دارم. خلاصه یار و دوستانش میفهمد که همین آدم مشکلی عائلوی دارد. وقتی که طلاق میدهد، خلاصه جدا میشد، پیش از جدا شدنش همین دوستش میپرسد که همین با زنت چی مشکلی داری، قدر جنگ و جدال میکنی؟ میگوید خیلی یعنی مسئله عائلوی هست، مسئله داخل عائله هست، یعنی شرط نه که دیگرها با خبر شد. وقتی طلاق میدهد، اون دوستش میفهمد که طلاق داد، آمده با میپرسد اون دیگر کسب شوهر کرده رفته است، می‌داند که خیلی دیگر کسب شوهر کرد رفت، زنی بیگانه شده کن. گپ زن چی عیب داشت؟ میگوید که چون میکنی زنی مردم را گپ زده، یعنی الکی زنی دیگر کس شد، برای چی زنی کس را گپ میزنی؟ خلاصه همین خیلی باید انسان ظلم نکند. و این چنین زنها مادامی که دانید که با همین شوهر زندگیتان خوب نمی شود و در این شوهر خیر نیست و در این نکاح خیر نیست، شما بعد اینکه مصلحت کردید و استخاره خواندید و فکر کردید و خلاصه آمدید که از این جدا میشوید، بعد طلاق را طلب کنید. طلاق حتمی هست. در زمان ما قاضی نیست که قاضی به حاضر کنند در کجایی که باشد و در نزد قاضی مجبور کند که طلاق ده. بنابراین بسیار حالت زنهایی که شوهراشان طلاق نمیدهند در مشکلی هست. این مسئله که شما از ذکر کردید، خلاصه اگر شوهر اولش طلاق نداده باشد و این زنک شوهر کرده باشد، نادرست کرده است این زنک. حالی در حال بین همین شوهری نوش و این جدا کرده میشد، یک حیز میشیند، برای اینکه نکاح شبهه هست. اینا فکر کرده که نکاح درست است، ولی باید اهل علم میپرسیدم. وقتی که نمیدانید، سؤال نادانی دوای نادانی سؤال است گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم. و انسان نپرسیده عمل نکند باید. یعنی شوهر کردن، نکاح کردن، طلاق دادن، اینا امرای شریعت است. پیش از آن که بنده اجرا میکنه اول اهل علم را میپرسد، بعد از آن اقدام میکنه. بنابراین مادامی که شوهر اولش طلاق نداده باشد، این با شوهر دویمش نکاحش فسخ کرده میشد، یعنی بیکار کرده میشد. بعد اینکه نکاح بیکار کرده شد، یک حیز این زنک عده میشیند. بعد از عده برآمدنش طلاق اون شوهرش رو گرفته، طلاق شوهر کهنه اش را، برای اینکه شکم این رحیم این باید پاک شود از این مرد دویم، یعنی طلاق او رو گرفت. بعد طلاق او رو گرفتن، بعد عده میشیند، بعد میبراید به شوهر. اگر خواهد به همین شوهر دویمش، خواهد به دیگر کس. عین حال با این شوهر دویم نکاحش بیکار کرده میشد، به شرطی که او طلاق نداده باشد. بله. خب سلامت باشید. یعنی از این بار می آید که اگر شوهر اولش طلاق دادگی نباشد، زن نمیتونه شوهر کنه. بعضی و همین دومایی که مثلا نکاح کردگی نهایه گفته که اگر شوهر تو که زندگی که دیگه نباشد، همین وقت تو اهمیت نمیداده شد، مابین تو الکی طلاق فراماد، یعنی که مابین شما الکی این چیز نیست. این گپ اساس ندارد. میگن که 6 ماه بی نفقه ماند، یعنی باید جدا شو. این گپ دروغ است. بله اگر 6 ماه بی نفقه ماند، اهمیت ندهد، زنگ زده گفت که آخه برای ما اهمیت نمیدهی، برای چی تلفن نمیکنی، ما زنی تو هستیم یا نیستیم، در این حالت حق دارد طلاق طلب کند. لیکن طلاق نمیفروید تا طلاق ندهد. تا طلاق ندهد، تا وفات نکند، زن نمیتوند شوهر کرده. بعدی وفات کردنش 4 ماه و 10 روز عده میشیند، بعدی طلاق دادنش 3 حیض عده میشیند، بعد شوهر میکند.
بنابراین حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم یعنی خودشان طلاق ندادن یگان زنهایی که شکایت میکرد، بلکه جیغ زدن گفتن که اقبل الحدیقه و طلقها تطلیقه. مهری که داده بودی، زنک آمد گفت که یا رسول الله من با این مرد زندگی کردن نمیخواهم، میخواهم جدا شو. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این خلع است. شوهرش فریاد کردن گفتن که اقبل الحدیقه و طلقها تطلیقه، باغ را قبول کن. یعنی به مهرش باغ داده بود، باغ را قبول کن و یک طلاق ده. بعد یک طلاق داد. یعنی تا طلاق ندهد شوهر، اگر رفت مثلا پدری شوهر طلاق دهد یا مادری شوهر طلاق دهد، او طلاق نمیشه، باید اون شوهر طلاق دهد. بنابراین مسئله امروز مشکل است برای مردم معلل، خصوص زنهای بیچاره. راه حلش مثلا شوهر در روسیه یا در همین تاجیکستان باشد، اون شوهر یافتن لازم است. یعنی مجبور میشید خویشاوندها یگان یارو دوستا مردهای میفرستونید و یافته آورده طلاق دهد در حضور شاهدا. بعدی طلاق دادنش بس 3 حیض میشیند، بعد به شوهر میبراید. در وقت طلاق دادن حضور خود زن ضرورت ندارد مثلا نه نه. طلاق از ازش برایت شد. خب سلامت باشید. با یک سوال می‌جم. این هم مسئله طلاق. یک برادر زندار مثلا خیلی کودکش است، چند سال باز زندگی میکنم، با یک زنی دیگر میگیرد که زنی اول بیخبر از اون زن. بعد چند مدت کدام یک همون خیشش یا دوستش میگوید که مثلا در فلان جا یک زن دارد تم شوهرت، میرد خیلی وای زن که گپ زنان میکنه، با شوهرش مجبور میکند که همون زن طلاقش تیاد. بعد حسابی که در خانهش جنگ و جنجال بسیار میشد و مادری مثلا پسرش هم میگه که بیا همین خانه جنگ و جنجال بسیار نشه، این زنی خودت این زن نرود اتو، بیا همونا مثلا جوابش تیم. خیلی میرد مرد میگه که کن خیلی دیل و نادیلم با یک عذاب خیلی رفتم، همون زنه مثلا جوابش داده است، مثلا گفته است تو بر من طلاق اومده است. این زنش چند باره گفته است که طلاق منم ته، همه یک خیلی زنک طلب کردگی، لیکن مردک به زنی خودش یگان گپ زدگی نه. اکنون لیکن مرد مثلا اگر گشته همون زنی خودش برود، همون دویم زنش اگر بر دلش خواهد و اگر و دیگر میتوند از دیگر مثلا با وای همسرش با ازگی زندگی کند. بعد این حکم این زنی که مثلا فقط طلاق خودش طلب میکند، یعنی که نمیتوند قبول کرده دیگر زنهای مثلا سفی شوهرش، میگه که بیا یک طلاق منته، میگه مثلا می 3 طلاق ته بره، میگه 3 طلاق ته من برم روم، لیکن تو نگوی من اخوانات برم نمیرم. حکم این زن چه خیلی، بعد حکم خودش چه خیلی که دویم زنش مثلا طلاق شد، لیکن مثلا اگر خواهد با میتوند رفته و کنی دویم زنش چند طلاق داد؟ همین یک بار گفتگی تو بر من طلاق. یعنی اگر این خیلی گفته باشد میتوند زندگی کرد، اگر همین خیلی با همین صیغه. اگر 3 طلاق گفته باشد مشکل است. اگر تو به من طلاق گفته باشد میتوند برگرداند زندگی کند. و این زنی که در خانه زنی یکم میگوید که یا وی طلاق میدهی یا منه، این گناهکار است. هر دو عملش هم نادرست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کدام زنی که بدون گناه شوهرش از شوهرش طلبی طلاق میکند بوی جنت را نمیبیند. شوهرش گناه ندارد و دو زنگی گناه نه از نگاه شریعت، این حلال است. گناه چی است؟ اگر شوهر مثلا نارکوتیک فروشد، زنه گفت که با نارکوتیک ما را تامین نکن و الا طلاق مرا ده، این حقش است، بلکه واجب است از این خیل مردک جدا شدن. حق دارد چون که شوهرش گناه دارد و از این گناه اینها هم یعنی که نصیبه دار هستند، چون که اون پول حرام اینها هم میخورن. حق دارد طلبی طلاق کنه. اما اون شوهری که زنی دویم گرفته است میگه که مرا طلاق ده برای اون که تو زنی دویم گرفتی، این گناه هست، بوی جنت رو نمیبیند برای این طلاق طلب کردگیش.
ضرری گرفتن طلاقش از ضرر اینکه شوهرش دوزن دارد بزرگتر است. اینا فراموش نکنید زنها. ضرری که امروز از شوهرتون طلاق میگیرید در بالای غضبتون یا همیشه التیماتوم میمونید که گویا وی را طلاق دهد، این برای خودتون ضرر میبرد. شما معامله با الله تعالی کنید، طلاق طلب نکنید، نه برای خودتون نه برای زن. اگر برای خودتون طلاق طلب کردید بوی بهشت را نمیبینید، اما برای زنی بیگانه، دو زن دویومش اگر طلاق طلب کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه برای زنی که به الله و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که طلاق خواهرش را پرسد. گفتم ببینید با چی صیغه گفتم، حلال نیست که طلاق خواهرش را بپرسد. او خواهری مسلمان شما است. برای چی شما برای یک مسلمان بدی میخواهید؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. یکی شما مؤمن حقیقی نمیشد تا مادامی که چیزی که برای خودش دوست میداره برای برادرش هم دوست دارد. تا همان زمان شما مؤمن حقیقی نمیشید. برای چی میخواهید از زنک بیوزن ماند؟ اون بیچاره از خرسندیش دویم زن نشده است. کدام زنهایی که دویم زن شدن یا سوم زن شدن اینا از خرسندی نشدند. اینا دیگه علاج نبود. مردها کم هستند در طول تاریخ، بنابراین الله تعالی بیهوده این احکام جاری کردگی نیست. حتی همین در گرمانیا بعد جنگ سالهای 41 و 45 خیلی یعنی مردمی آلمان وفات میکند، هلاک میشد در جنگ. بعد جنگ اینا برای از نو برقرار کردن نسل نیمیس یک مجلس میکنن. چیکار کنیم که مقصد نسل خود را گشته برقرار کنیم، چون خیلی مردهای زیاد از دست دادن. وقتی که اینقدر مرد از دنیا رفت، این مردهای کمی باقی مانده چه خیلی نسل برقرار میکنه. میلیون ها آدم هلاک شد. بعد همون مفتی مسلمان های کشوری آلمان همون وقت مثلا در جای ما هم یک دونیم تا پاپ هست که روحبان های نصرانی اونها هم یک دونیم تا مفتی داشتن. اون وقتا مسلمان ها کم بود در کشورهای اروپا، ولیکن بودن. اون میگوید که در شریعت ما یا مرد میتونه با 4 زن نکاح کند. بعد موقتا میگن همین قانون جاری کرد، یعنی جاری برای اجازت نه، حتمی کرد. حتمی کرد که هر یک مرد باید 4 زن گیرد تا اینکه نسل برقرار کنه. بنابراین اون زنهایی که دویم زن شدن یا سوم زن شدن، بار دیگر میگن که اونا از خرسندیشان نشدن، اونا مجبور شدن. و الا کدام دختر یا زن میخواهد که دویم زن به شوهر کند؟ همه میخواهد که شوهرش یگانه از آن خودش باشه. لیکن بیشوهری این مشکلی های زیاد دارد، معنوی و مادی. بیشوهری بسیار وزنین است، علل خصوص به زنی که به عفت و به آبرو با شرف است. به قول بعضی زنها بگذار شوهرم در برم نباشدم لیکن نامم زنی شوهردار باشد. چون که معامله مردم با زنی بیشوهر دیگر است. امروز که بعضی آدم ها نعوذ بالله شوهردار و بیشوهر جدا نمی کنن، به شوهردار هم گپ می پرتاین، نعوذ بالله. البته به زنی آنها همین کار کرده می شد، به دخترانشان کرده می شد. کسی که به دختران و خواهران مسلمان ها گپ می پراند، به زن و فرزنداش همین کار می شد. این قرض است زنا. لیکن به هر حال مسخره کردن زنهای دویم، زنهای یکم، زنهای دویم تحقیر میکنه که تو خانه مرا سوزانیدی، حیات مرا ویران کردی، تو دزد هستی. این گپا نادرست است و تحقیر میکنن که تو زنی دویم شدی، تو فلان هستی، تو پسمدان هستی. این گپا نادرست است. و بسیار زنها دخترهایی بودن که
دویوم زنی را مسخره میکردن و طعنه میزدن، خودشان سیوم زن یا چهارم زن شدن، چون که الله تعالی همین خیل میکند. یا عاشق میشود به یک آدمی پولداری زندار، یا مجبور میشد، یا حالت میشد که زنی دویوم و سیوم میشه. بنابراین مسخره نکنید. اون زنهایی که به زنی دویوم شوهر کردیان یا سیوم، اونو طبق شریعت عمل کردی، حلال کار کردی، یگون باکی نداره، یگون گناهی نداره. زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم، مادران مومنان، با شرفترین زنها از جمله حضرت عایشه صدیقه بنت ابی بکر صدیق رضی الله عنها زنی سیوم شدند. و روزی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم 9 زن داشتن، 9 از بین 9 زن یک زن حضرت عایشه بود. قدر ابوبکر قریشی پس شد، قدر حضرت عایشه پس شد؟ نه. مادامی که حلال باشد، مادامی که الله از شما راضی باشد، به راضیگی مردم اهمیت ندهید. بنابراین خواهران عزیز، یکم زن باشید، دویم زنها را تحقیر نکنید. همین گونه دویم زن باشید، با یکم زن هم جنگ و جدال نکنید. مراسا کنید، به صلح بین یکی زندگی کنید. الله اعلم. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دود انشاءالله خوب هستین، الله حفظتون کند. الحمدلله. چطوری؟ از 2 سوال داشتیم، اجازت باشه سوالا را بکنیم. یکم سوال ما همین است که ما میدونیم که الله مشرک، منافق و کافر را داخل دوزخ میکند و انشاءالله دعا میکنیم که از این گناه شخصا نباشیم. سوال من همین است که فرقیت مشرک از کافر و از منافق در چی است؟ فرقیتشون در چی است از یکدیگر؟ همشان عموم گیرید کافر هستند، اما منافق آن آدمی که ایمان را اظهار میکند و کفر را پنهان میکند. یعنی او گویا مسلمان است، 5 وقت نماز میخواند، ریش‌های ماندگی یا سطرهای کردگی بین خواهرهای مسلمانان در آمده فتنه میاندازد یا خبر میبرد، و الا او مؤمن نیست. یا یک آدم 5 وقت نماز در مسجد میخواند، ریش‌های مانده است، این مؤمن نیست، به الله تعالی به روز قیامت به دین اعتقاد ندارد. فقط با یگان غرضی مخصوص آمدگی هست بین مسلمانان. یا منافقهای مدینه که اولین منافقا بودن، اونا چاره نیافتند. وقتی که مدینه دولت اسلامی شد، اونا کافر بودند، همچون کافر زندگی کردن مشکل بود. بنابراین ظاهرا اسلام قبول کردن، ولی در داخلشون چخیلی که الله تعالی میگوید که برای الله تعالی روز قیامت ایمان نداشتن. ما مومن میگفتن ولی آنها مومن نبودن. اینها از همه بدترین کافرها هستند. الله تعالی میگوید که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقها در درکه پایان ترین دوزخ میسازند. دوزخ 7 درکه دارد. درکه به پایان میشد، زینه به پایان، یعنی تهخانه رقمی 1 2 3 همه خیلی به پایان فرو آمدن میگیرد، طبقه های پایان. اما درجه جنت 100 درجه دارد، درجه به بالا میشه، درجه یکم، درجه دوم از یکم بالاتر همه خیلی. اما درکه به پایان میشه. الله تعالی میگه که منافقا در درکه پایان ترین دوزخ میسازند. مشرک غالبا آدمی که به الله تعالی شریک میورزد. اساسا شرک اکبر مثلا بت پرستی، تقریبا میلیارد زایدی مردم بت پرست است. خطای و ویتنام و همون کشورها اکثریتش بت پرست است، هیکل پرست است. و یا بگذار مخلوق باشد مانند گاو، در هندوستان گاو پرست ها هست مثلا، یا آدم پرست ها هست. اینا همه مشرک هستند، به الله تعالی دیگر چیز را شریک آوردن. اینا همش با زیر کلمه کافر می درآید. بین اینها عموم و خصوص هست. یا یک آدمی هست که مشرک نیست، مثلا بت پرست هم نیست و دیندار هم نیست، بی دین هست و هم کافر است.
یا یک آدم مسلمان مثلا ظاهرا مسلمان هست، خودش مسلمان میگه، همه ارکان اسلام میکنه، لیکن در یگان جا یگان ناقض اسلام کرده است، شکننده های اسلام اگر اجرا کرده شد هم کافر است. مثلا گفت که من به فرشته ها ایمان ندارم یا به جبریل ایمان ندارم، یا گفت که جبریل خیانت کردگی از گفت کافر است، یا حضرت عایشه را زنی ناپاک بود گفت کافر میشه. برای این چی؟ برای این قرآن حضرت عایشه را تعریف کرد که زنی پاک بود. گفت کسی ناپاک گفت و حکم قرآن را رد کرد. امام طحاوی میگه که و من رد حکم الکتاب کان من الکافرین، کسی حکم کتاب را رد کند، قرآن یا چی گوید و ضد قرآن گپ زنه و کافر میشه. این چونی از زن گفت که این دوزنگی به من معقول نیست، الله در اینجا خطا کرده است، گفت کافر است. یا یک آدم گفت که این ریش برای من معقول نیست، این ریشه او در زمانهای پیغمبر صلی الله علیه و آله چی نبود، اسطوره نبود، تراشیدنش مشکل بود، برای همین اونا ریش میمونن، گفت او کافر است. یا کسی که گفت که این حجاب مال ایمان است، گفت او کافر است. اگر چی مسلمان نماز میخواند، حج کرده است، یا امام هست، او کافر است. یا حلال الله تعالی را حرام کنه یا حرام الله تعالی را حلال کنه، او کافر است. بسیار نازک است برادران. شکننده های طهارت است. فلان عملی که کرده طهارت تو میشکنه، نه شکننده های طهارت. این چون شکننده های اسلام هست. یک کار میکند انسان اسلامش میشکند، نعوذ بالله کافر میشد. یا کسی به غیر الله تعالی قسم میخوره، قسم به شیر مادرم گفت و کافر میشد. من حلف لغیر الله فقد اشرک، کسی که به غیر نام الله اگر قسم خورد و همون چیزی قسم خورده به الله تعالی شریک آورده است، برابر کرده است. بنابراین برادران این همین کلمه ها همش به هم دیگر علاقمندی دارد. کافر هم، منافق هم، مشرک هم، همش اهل دوزخ هستند و در دوزخ ابدی می سوزند. بله. دلاور. صبر. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. اگه سازه خوبه انشالله. الحمدلله. یک سوال کوتاه داشتم اکا. بفرما. اکا جان در سن 17 ساله بودم، 18 ساله بودم، در همون وقتا کم کم به اهمیتی در اهلی بود، در حق والدین میکردم، اوتا مادر چه هستن که بسیار خیلی زیخشون هم میکردیم. نو مثال یگان گپی که اندازه دیگه نیستن مورایو، مثال اخ کرگی نیستن چی نیستن، اوتا ما از دونه گذشته بودن، یاش بودم، در 17 ساله بودم. حاضر اکنون پشیمانم که چی در دلم یک سیاهی هست که رو چی کرد بوده چی هست. بله. چی میگن این نونشه. هرچی که میکنم خودم به فکر خودم میدونم که گناه من. مثال گناهی که چی خیلی های اوتوم زدگی نیستم، مخدورت کردگی نیستم. در دین اسلام وقتی که خوش شدم نماز میخونم بسیار جای میفهمم که همین در حق والدین چی کردی، بعد عذابای سخت هایده. بله. چی توصیه میتونی چی کردم لازمه؟ یا صحابه آمده پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسید که یا رسول الله پدر و مادرم از دنیا گذشت، من میتوانم بعدی وفات آنها با آنها نیکی کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بله. الصلاة لهما، نماز جنازه بر ایشان، الدعاء لهما، دعای نیک در حقشان، والاستغفار لهما، استغفار در حقشان، یعنی از الله تعالی مغفرت گناه میپرسی، الله گناه پدرم را ببخش، پدرم را قبرشان را باغی از باغهای جنت بگردان، دعا میکنید. و آق شدن شرط نه که پدر و مادر من تو را آق کردم گوید. اگر غمگین شد از سخنتان او را غضبناک کردم، این آق است الکی. لیکن بسیاری پدر و مادرها من آق کردم، من از تو راضی نیستم یا دعای بد نمیکنه، آخر فرزندشون است. لیکن همین رنجاندنی معیده ترین الکی این آق است. لیکن بعدی وفاتشون هم علاجش هست. از نامشون خیر میکنید،
اگر امکانیت داشته باشید. اگر امکانیت نداشته باشید فقط در حقشان استغفار و دعا میکنید و اینچنین با فرزندای پدر و برادر و خواهرانشان، خویشاوندانشان مانند عمک و تقای و خاله و عمه و همون کسایی که به پدرتان خویش و تباری داشتن با آنها علاقه نیک میکنید. اینچنین دوستانی پدر را احترام میکنید، آنها را یعنی به آنها نیکی میکنید، به آنها علاقه را پیوست میکنید. این عملهایتان باعث میشد برای رازگی پدرتان. این مانند به شخص زندانی دچکه میبرند که یا خرید کرده میبرید، همین گونه به شخص میت ثوابش میرسد و میت با خبر کرده میشد که به سبب چی عمل امروز برای او آسانی آمد و راحت آمد. بار سال گذشته از نام یک برادر حج کردیم، عمره کردیم. اون آدم گذشتگی است از دنیا. یک خویش نزدیکش خواب دیده است. اون خویش نزدیکش ما رو نمیشناسد. خواب میبیند که شخصی وفات کرده، میگوید که به فلانی را یا او سلام گو برای او. همین قدر. یعنی ظاهرا از همین عملی صالح بهره‌مند شده است و در خواب یک خویشش در آمده است که اون خویشش نمیشناسد ما رو، گفته است که به فلانی را یا او سلام گو. یعنی البته خواب یگان دلیل نمیشد، ولی از 46 یک جزئی پیغمبری هست، خواب صالح، و پیامبر صلی الله علیه و سلم خوابها را تعبیر میکردند و قرآن خواب را تعبیر کرد و تعبیر خواب یک علم است. بنابراین در صحیح بخاری هم کتاب تعبیر خوابها هست و این بیهوده نیست. خلاصه وقتی که عملی صالح میکنید پدرتان بهره‌مند میشوند و پدرتان با خبر میشن که شما نیکی کردید. هیچ وقتی که به زیارت شما میرید و قبر آنها آگاه کرده میشن. هر روزی پنجشنبه یا روزی شنبه ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب روح این چیزها رو ذکر کردن. به هر حال از نام پدر مثلا کتاب خرید و وقف میکنید یا مسجد میسازید، کارهای خیر میکنید. اگر امکان پیدا کردید، امکان پیدا نکردید، ان همین چیزایی که در بالا ذکر کردیم اجرا میکنید، انشاءالله آنها از عملهای صالح شما بهره‌مند میشوند. والله تعالی اعلم. بله، مبارک شاه. السلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سه سوال داشتیم اگر اجازه باشه. فرمایید. سوال یکم این است که اگر کسی قرآن را در وقت کار گوش کند آیا اجازت است و یا کسی قرآن را ماند و خواب کند؟ اجازت است، یگان مشکلی ندارد. سوال دوم، در جای ما خیلی که شما خبردار هستید اگر کسی نانریزه را در زمین بیند اگر گرفته بوسه کرده به پیشانی میماله؟ بله، بوسه کرده به پیشانی مالدنش اصل ندارد، ولی گرفته به یک جای مثلا مادامی که او از خوردنی از صلاحیت خوردن بیرون برآمده باشد به پرنده ها و حیوان ها دهد تا اینکه اسراف نشود و در زمین یا در پرتو اسراف. نعمت الله تعالی را خوار کردن ممکن نیست. نعمت های الله تعالی و چیزهای حلال و پاک را اسراف کردن حرام است. اون مادامی که انسان خورده نمیتوند به حیوان اقلا دادن لازم است. بله، لیکن به چشم مالدن و به پیشانی مالدن این اصل شرعی ندارد. اسراف هم حرام است، ولی از حدش هم بلند برداشتن نکنیم. بعضی آدم‌های ما نان به درجه الله تعالی میبردارن، چون به نان قسم میخورن، قسم به نان میگن یا نان کور کند میگن. این کافر میشه کسی که این خیلی قسم ها خورد، از شریعت بیرون میبره. ممکن نیست. قسم فقط به نام الله میشه، اون نان یک مخلوق است.
ولی وی زیر پا نکنید، وی خار نکنید، وی اسراف نکنید، ولی به درجه الله هم نبردارید. آخر پایان هم نفرارید، اینش تفریط است. بالا هم نبرارید، اینش افراط است، زیاده روی. خنک نظری و زیاده روی درست نیست. بله. سوال دیگر، شما در یک درستان چه خیلی گفتید درباره ضررهای بعد از نماز بامداد خواب کردن. بله. اگر ما نماز شب در سه که آخر شب خستیم، نیم ساعت به نماز بامداد موندن، به اذان بامداد، نماز تهجد را که خواندیم اذان بامداد گفته شد، آیا ما اجازه داریم که تا آخری وقتی نماز بامداد موندن خواب کنیم؟ گدیت یک ساعت یا نیم ساعت موندنی وقتی بامداد قوت گرفته بعد خیزیم. بله اجازت است، ولیکن از نگاه علم طب هم اگر گیریم، همین وقت خوابی که انسان در همین وقت خواب میکنه، خوابی یعنی که خوابی که نیست که از وی قوت گیرید. یک دانشمند سالهای 2003 بود یا 4 بود، همراه حج کردیم، نقل کرده بود که اونم در کدام برنامه شنیده است، یعنی انسان باید در یک شبانه روز 24 ساعت خواب کند. چه خیلی 24 ساعت خواب کند؟ یعنی بعدی خفتن اگر خواب کند، یک ساعتش گویا 7 ساعت خواب کردگی حساب میگرفت است. جایی بعد خفتن اگر خواب کند، یک ساعتی خوابش جای 7 ساعت خواب کردگی رو میگرفت است. یعنی گویا 7 ساعت خواب کردگی قوت میگیرد. اگر اهمیت داده باشید، گاه انسان 10 دقیقه در یک زمینی قاق، مثلا در همین کعبه در بالی سنگ مرمر، حاجی ها یا عمره کننده ها گاه 10 دقیقه 5 دقیقه در بالی سنگ مرمری خونه خوابش میبره. همین خیلی جاهای سخت گاه انسان از خسته شوی، یعنی قصدن خواب نمیرد و خواب رو غلبه میکنه، از پا میافتد، 10 دقیقه 20 دقیقه خواب میکند، گویا که بسیار خواب کرده است، به خواب سیر شده میخیزد. یا راننده ها در سر رولگاه ها یک چیزی صدا کمتر خواب میرن، 10 دقیقه خوابید گویا 1 ساعت 2 ساعت خواب کرده است. یعنی این چیز مشاهده میشه. یعنی بعد خفتن اگر 1 ساعت خوابید 7 ساعت گویا که قوتی خواب کرده رو میگیرد. ساعت دویمش 6 ساعت، ساعت سومش 5 ساعت. همین گونه همین ساعت های وقتی نماز تهجد، وقتی نماز بامداد، اذان بامداد در آمد تا آفتاب برآمدن، خوابهایی هست که میگن آدم 1 ساعت خوابید گویا خواب نکرده است، برعکس خسته شده میخواد. خیلی خوابایی هست بعضی انسان 5 ساعت خواب میرد و از خواب خسته شده میخواد. اون خواب یعنی خوابی به صفت نیست. بنابراین یعنی عادت نکنید در همین وقتهای مبارک است، عادت نکنید. یکی مانده شدید، خسته شدید، بله اجازت است که خواب کنید، مادامی که نماز را قضا نمی کنید، مادامی که فرض ها را اجرا میکنید. این فرض نیست در این وقت بیدار بودن، لیکن فضیلت دارد، خوب است. اینا عادت کردن در کار نیست. اگر بعدی بامداد انسان کار کند، خواه کاری دینی خواه کاری دنیوی، در 1 ساعت 2 ساعت کارهایی که در 5-6 ساعت کرده میشه انجام میدهد. مبارک است وقتی. ولی خواب کند گناه نیست. بعضی برادرها سوال میدن که ما شبانه کار میکنیم، به یک غذا بامداد میخوانیم و خواب میکنیم، میغلطیم دیگه. ولی گناه نیست. ولی کوشش کنید اینو برای خود عادتی پررگی کرده نگیرید. شبها باید بنده خواب کنه. بله. سلامت باشید. حافظ. الو سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد سال هستین؟ خوب هستین؟ سلامتی خوبه ان شاء الله. الحمدلله. استاد جان یک سوال کوتاه داشتیم، راستی کمتر 1-2 ماه پیش دخترچه دار شدیم. سوال ما نفهمو همین جایی که وقتی که پسر به دنیا میآید در 7 روزگیش باید مو سرش کوتاه کرده شود. آیا همین کار در دخترها هم باید شود؟ در دخترها اختلافی هست.
ولی بهترش کوتاه کرده شود نه تراشیده شود. اگر با ماشینکه گیرد حساب نه. حلق با تیغ میشد. اون سری دخترچه یا پسرچه ملایم است میگم بله همون ستانک های یک مراتبه یعنی بسیار خوب است. آهسته آهسته میتراشید. روز هفتمش پیامبر صلی الله علیه و سلم امیتو عنها الاذى، از او اذیت را دور کنید گفتن. اذیت همین موی سری تا 7 روزگی موی اذیت است. این موی را رواندن قوت چشم، قوت موی و سلامتی میشد. این مویی که تا 7 روزه است موی ضررناک است و ازیل گفتن. امیتو یعنی روانید نابود کنید گفتن. بله از آن دخترها هم بهتر است تراشیدنش، اگرچه در مسئله دخترها بعضی‌ها خلاف کردن. بله دلاور السلام علیکم و رحمت الله. میکروفون تو نداره. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد امین نماز جمعه رو بغیر از مسجد اگر مثال مسجد دور باشد اجازت هست که در دیگر مکان ها گذاری؟ مسجد چند کیلومتر دور است؟ تقریبا 250-300 کیلومتر. بله 200 کیلومتر دورند مسجد باشد شما میتونید تو در یک جا جمع شده نماز جمعه خوانید. اگر همون مکان استاد مثلا یکم کارخانه باشد نه که همین یک خانه اش رو میشود. کمترین جماعت اقلا 3 نفر باشد. اگر 40 نفر باشد با خوب است. مقصد دیگر مسلمانایی که در همین شهر است آگاه میکنید، خبر میکنید اونو در یک جا یک بار نماز جمعه میخوانید، بعد آینده رفته رفته همون مسجد کردن ممکنه. اگه نزدیکی ها و یک جای به اجاره میگیرید اون در کشورهای روسیه، اوکراین، اروپا بسیار مسلمان ها حتی یک خانه 3 خانگی هم گرفته مسجد کردن یا یک تخانه های بعضی امارات های سراشیانه گرفتن اجاره گرفتن مسجد کردن یا به جای مگزین یک جایی که برای مغازه اجاره داده میشه گرفتن مسجد کردن. خوب است. یا مسجد میکنید که مسلمان ها بیکار شدن آمده نماز میخونن، قرآن میخونن، درس میشه. تشکیل کنید اون برادران. مادامی که در همون شهرتون نماز جمعه نیست یا مسجدی کوچک تشکیل کنید یا یه حولی میخرن. من در بعضی منطقه ها دیدم یا حولی خریدن. حولی ها ارزان است در بعضی ناحیه ها. یا حولی خریدن مسجد که یا خانه چه میشه مسلمان ها جمع میشن یک میشینن. خوب است. بله برادر. یک سوال دیگر، آیا همین جنیات میتواند مثال باعثی دردی سری آدم شد؟ مثلا همین سر درد میکند میتواند به سر آدم ضرر رساند بغیر از دیگر جوهش مثلا؟ بله جن ها باعثی ضرری انسان ها شدنشان احتمال زیاد دارد. بنابراین همین دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم دادن همش برای ایمن ماندن از ضرری جن ها. علل خصوص وقتی که به حاجت خانه می در آمدن بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث میگفتن. به نام الله می درایم ای الله من از جن های نر و ماده به تو پناه می طلبم. در حاجت خانه جن هست. وقتی که این دعا را گفتید آنها ضرر نمی رسونند. و اینچنین گفتن که سطر مابین عورت انسان و چشم جن ها کلمه بسم الله است. وقتی که بنده سر و لباسش را میکشد پیش از کشیدن بسم الله گوید باید تا اینکه جن ها نظر کرده نتوانند. جن ها میگویند به نظر کردن عورت انسان این ذوق دارد و وقتی که نظر کردن بعد احتمال است که عاشق شود، احتمال است که یگان ضرر رساند یا از همون سوراخی ها درآید. بنابراین دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم همش برای محفوظ ماندن از جن و شیطان ها. وقتی غروب آفتاب میشد کودکاتون از کوچه برآمدن منع کنید. در این وقت شیطان ها پهن میشود، در کوچه ها پوری شیطان میشود گفتن.
نزدیکی های اذان شام وقتی که غروب آفتاب میشد این وقت کودکاتون از کوچه برآمدن منع کنید وقتی انتشار شیاطین است. همه این حدیث ها برای محفوظ ماندن از شر جن ها هست. بله برادر. خب سلامت باشین استاد. الله جزای خیرتون بده. برای شما بختاور. سلام علیکم استاد. یک چند سوال داشتم اگر اجازه باشه. بفرمایید. استاد سوال اول در مسئله نمازی در سفر ما همیشه در همین روسیه کار میکنیم مثلا وقت ویرگی میدن طرف اوستی برام انجام بدیم هم اسلوب کار ما 30 به 60 یعنی که کم باید ما 60 روز در همون جای کار باید باشیم اونجا کار کنیم 60 روز؟ بله 60 روز کم 60 روز باید ما در اونجا کار کنیم. ما در همین حالت همین نماز رو چه باید کنیم؟ نماز بعضی ها میگن که نماز در جای کار نماز پر را میخوانید، در خانه تا نماز پر را میخوانید، لیکن در وقت سفر از خانه تا همون جای کار مسافهش چند کیلومتر؟ باید بعض هم وقت میشه تا 70 کیلومتر میشه. بعضی وقت‌های میشه که ما اگر در تریتوریوی مسکو باشیم طرف یاکوتیا میریم 1000 چند خیلی کلان میشه مسافرش. در سفر نماز قصر میخونه، لیکن وقتی که یاکوتیا رفتید جایگیر شدید دیگه در همین یک شهر کار میکرده باشید بعد نماز پر را میخونید، چون شما نیت دارید که در اینجا بسیارتر از 4 روز به قول جمهور یا 15 روز بنابر قول مذهبی امام ابو حنیفه شما در اینجا زندگی میکنید. نیت که کردید زندگی کردن رو شما نماز رو پر رو میخونید. بعضی شخصیت‌ها دامجو من که مذهب قولی شیخ الاسلام ابن تیمیه را میارن که شیخ الاسلام تیمیه خیلی نگفتیم، این گپ دیگر شیخ گفتگی هست ولی قول ضعیف است، قول بی دلیل هست، دلیلش بی قوت است. ما در نزد الله تعالی به این جواب گفته نمیتونیم. بله. و یا هم میگه خونه که بیرون شدی در سفر سو میشی خانه دور چند خیلی باشی هم نمازو را یک جویا میکنه. نه نادرست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط در سفر نمازهای یک جای میکردند و قصر میخواندند. اکثر احوال پیامبر صلی الله علیه و سلم نمازها را پر میخواندند و در مسجد میخواندند و امام بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم مگر فقط عمرشون نمازها را کوتاه خواندند؟ مدینه هم شهری پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود، هجرت کردند به آنجا. بنابراین این فتواهای دلیلش بی قوت است، ضعیف است. مادامی که در یک شهر زیاده از 4 روز زندگی میکنید پر را میخوانید نماز را. برای این فتواها بسیار است که اهمیت ندید، نماز پر را خوانید. فیروز. سلام علیکم استاد، امیدوارم خوب هستید. علیکم السلام، سلامت باشید. استاد عزیز، همین 2-3 سوال داشتیم، سوالهای کوتاه مقصد اجازت باشه. مقصد همین چوکوپای، رولتون، این چیزا مشهور است، خودتون نیز میدانید استاد؟ همه ها مقصد خمیر دارن یا گلچی دارن؟ میگون هر چی چی پوست خوک دباوید کرده باشن یعنی چی باشد همین خوردنش جایز است؟ یعنی که گفتید چیزی حلال هم باشد چیزی حرام هم باشد، سرکا شود مثال وینو حکمش دیگر میشد همین خمیر دباوید شود و این چی شود؟ این درست است خوردنش یا که منع است؟ چوکوپای چی دارد در ترکیبش؟ همون یا چی خوک دباوید کردگی میگون راستی؟ او حرام است. مواد خوک اگر آموده اضافه کرده شده باشد و حرام است. اما مسئله رولتون ها
نخورید. رولتون اگر اون اضافگی هاش هست که روغن و با چیزای دیگرش اونا که ممکن نیست، لیکن خودی همون رولتون خودی خمیرش هم اگر رفت و فایده ضررش نباشدم فایدهش نیست، لیکن ضررش هم هست، چیزی خوب نیست، نخورید. بله فهمیدیم استاد. همین مقصد حج کردنی بسیار مردم ما حالی هم عقیده دارن که مقصد در راه ها یا در کمبغل ها خیر کنی حجت قبول میشد یا که حج سرت ساقط میشد، در همین عقیده هستن. همین کمتر روشنی میانداختید با. خب میکروفون دونو کشید. مسئله حج یا عمره در عمر یک مراتبه فرض است. وقتی که از صحابه آمده پرسید که یا رسول الله پدرم قدرت حج کردن داشت و حج نکرده از دنیا گذشت. قدرت داشت ولی نکرد، از دنیا گذشت. چیکار کنم؟ گفت حج عن ابیک و اعتمر، از نام پدرت حج کن و عمره کن. گفتن این دلالت میکند که یک مراتبه انسانی که قدرت دارد در حیاتش حج و عمره کند. و حاجی های ما وقتی که میرن به حج هم عمره میکنن، در یک سفر هم حج میکنن، یعنی هر دوش ساقط میشد. لیکن به اجرای دیگر عملها حج و عمره ساقط نمیشد. لیکن اگر انسان یک مراتبه حج کرده باشد یا عمره کرده باشد، بله بار دوم به جای رفتن به حج و عمره راهسازی و این چیزا نیو کارهای دینی کند، مانند طبع کتاب مثلا یا کافتن چاه برای فایده مردم باشد، این کارها رو اگر اجرا کند ثوابش بزرگتره. یا مدرسه اسلامی کشاد، مثلا فرزندان مسلمان ها از احکام شریعت با خبر شد. مثلا یک زن و شوهر همراهی 4 فرزندش اگر حج نافله حج دوم باره میکرده باشد، قریب $20,000 زاید رسخاب میشد، صرف و خراجات میشه. $20,000 به مدرسه ساخت. فرض کردیم که از اون مدرسه هزارها مردم مثلا استفاده میکنند در طول تاریخ. این ثوابش بهتر است. لیکن آدمی که حج نکرده است، یگان مراتب عمره نکرده است، اگر هزارها مسجد و هزارها مدرسه سازدم جای حج و عمره نمیگیرد. اون فرض الهیده هست. یعنی به جای دوم بار، بله دوم بار اگر عمره رفتنی باشد یا حج رفتنی باشد، همین پول سوال دهد که من عمره کنم بهتر است یا که یگان صدقه جاریه کنم بهتر است. گوید ما میگیم صدقه جاریه کنی بهتر است. بله. علی. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستین استاد. الله اینتون از یاد بگردونه، صرف شما و این آدما را از یاد بگردونه ان شاء الله. استاد هم متاسفانه وقت اخیر در گید و اطراف به هر گونه سبب ها آدما در حالت مستی وفات میکنن. بعضیشون آبده غرق میشوند، ماشین میزنند، جنگ میکنن، کشته میشوند. اینکه حالت مستی دارد. همه آدما را جنازه‌اش رفتن درست است یا نه؟ ما چیکار کنیم این حالت ها؟ اگر اون آدم مسلمانی عرق خور باشد، مثلا این آدم مسلمانی گناهکار است، به جنازهش آدم های عامی رفتنش اجازت است. لیکن آدمی که آدمی با آبرو باشد، آدمی باشد که نرفتنی او برای هم مثل های او درس می شده باشد، نرود. مثلا پیشوای دینی مردم، یک آدمی عالمی معتبر به جنازه این خیلی آدم ها اشتراک نکنند تا اینکه زنجر شود، تا اینکه برای دیگرها هم درس شود. شخصان صالح اشتراک نکنند، شخص عامی ها اشتراک کنند. موی سفید ها، آدم های عامی، عمومی مردم نماز جنازه خانه درست است. لیکن یک نفر دو نفر
آدم‌های با آبرو نخوانند جنازه. استاد بعد دبن همین آدمایی هستن که همه چیز اعتراف میکنن که من باوری ندارم، میگم مقصد به الله و دین مسلمان نیست، میگن همو اطراف خودشون میدونن. نه همه آدما هم توجی که هستن در تاجیکستان زندگی میکنن که اعتقاد ندارن، وقتی وفات میکنن همینا رو هم جنازه میکنن. اگر ما همین را یقین دونیم که این آدم اعتراف بگه در این حالت چیکار کنه؟ در این حالت جنازه نخوانید، لیکن تعزیه روید. تعزیه حق میت نیست، تعزیه حق خویشاوندان میت است. جنازه هم حق میت و هم یعنی خویشاوندان میت است، نه اساسا حق میت است. جنازه نخوانید به این خیل آدما، فایده هم نمیده. اگر رفت خوانیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن ابی ابن سلول سردار منافقای مدینه نماز جنازه خوانه، لیکن وای در پایان ترین دوزخ است. با لباس پیامبر صلی الله علیه و سلم کفن شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازه خواندن، لیکن وای دوزخی است. استاد در حق اصلا مغفرت دوی مغفرت کردن درست است یا نه؟ اگر کافر باشد نه. جزاک اگر الله خیر. به الله، به این دین اسلام، این یک دینی تروریستی، دینی افراطی، دینی پسمانده، این دینی عرب ها، گوید و کافر است. برای و جنازه نیست. جنازه مال اسلام است. تو که کافر هستی، به اسلام اعتقاد نداری، برای چی جنازه میکنی؟ باید در قبرستان مسلمان هم دفن نشوه این گونه آدم ها. جزاک الله خیر استاد. ایاکم. بله برادر. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درباره برادر عزیز، درباره سجده سهو می‌شدگی در نمازها برای مردم در کدام حالتها می شود میفهماندید؟ برای که بسیار انسان ها بعضی جایها را به جا نمیارن سجده سهو را، یا که زیادی میکنن. باقی سلامت و سربلند باشید. خب مسئله سجده سهو شب هم کسی سوال داد، جواب دادیم. خیلی مادامی که سجده سهو مهم باشد، انشاءالله درس نوبتی از کتاب مختصر قدوری و عمدة الاحکام سجده سهو را وسیع یک نوار علاهیده 1 ساعته میکنیم تا اینکه مردم مسئله سجده سهو را یعنی به پرگی دانند. تا اینکه کسی پرسید به همون نوار حواله میکنیم. هر صحبت آیدی سجده سهو سخن نکنیم. در یکی از صحبت های پیشین کسی سوال کرد که حدیثی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گویا گفته باشن یک زنی را اطاعت شوهرت کن، همین حدیث و حکمش را پرسیده بود. حدیث را یک بار میخونیم بعد حکمش را میگوییم. از انس ابن مالک رضی الله عنه آمده است که یه مرد به سفر بر آمده است و همسرش را امر کرده است که از خانه بیرون نبراید. یعنی شوهر سفر کرده است، همسرش گفته است که از همین دری خانه به کوچه نمیبرایی. و میگن که پدرش در آشیانه اول زندگی میکرده است، اینا در آشیانه دوم. پدرش بیمار شده است. بعد این زنک به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر فرستاده است که یا رسول الله من میتونم پدرم فرامده زیارت کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشند که اطیعی زوجکی، شوهرت را اطاعت کن. فماتت، پدرش وفات کرده است، یعنی در بیماریش فرامده عیادت نکرده است، برای اینکه شوهرش از خانه نبرا گفته است. فقال اطیعی زوجکی، شوهرت را اطاعت کن. وقتی که پدرش وفات میکند بعد خبر میفرستاند این زن به واسطه دیگر کس به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم که پدرم گذشت، آیا به جنازش اشتراک کنم؟ قال اطیعی زوجکی، گفتین که شوهرت را اطاعت کن. بعد خلاصه به جنازه هم اشتراک نکرده است، نفر آمده است. فارسل الیه النبی صلی الله علیه و سلم، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد این زنک یک نماینده فرستاندین، گفتین که رفته گفت که ان الله غفر لابیها بطاعتها لزوجها، الله تعالی پدرت را مغفرت کرد به سبب طاعت شوهرت را.
به سبب آنکه تو شوهرت را اطاعت کرده از خانه به کوچه نبرآمدی الله پدری تو را مغفرت کرد. این حدیث در معجم اوسط طبرانی آمده است. حیثمی رحمت الله علیه گفته که فیه ابن المتوکل و هو ضعیف. در سند این حدیث ابن المتوکل است و او ضعیف است. و قال الالبانی ضعیف و شیخ ناصر الدین هم گفتن که این حدیث ضعیف است. یعنی کسی همین حدیث حکمش پرسیده بود، این حدیث ضعیف است، یعنی از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شدگی نیست، حدیث صحیح نیست. ولی به هر حال اطاعت شوهر امر ضروری هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر برای کسی به غیر الله تعالی سجده کردن اجازت میشد، من امر میکردم که زنها به شوهراشون سجده کنند. یعنی تا همین درجه که شوهر حق دارد که به او از جانب همسرش سجده کرده شود. لیکن این سجده که حق الله هست و این شرک است به غیر الله تعالی سجده کرده، بنابراین من امر نمیکنم. لیکن اگر به یگان کس اجازت میشد، من زن را امر میکردم که به شوهرش سجده کنه. اطاعت شوهرها حتمی هست، لیکن در کارهای گناه نه. بنابراین شوهرها هیچگاه این گونه وصیت نکنید، یعنی به خانه پدرت هم نرو، پدرت زیارت نکن، اگر پدرت وفات کنه به جنازش نرو. این گونه باعث کندن علاقه خویشاوندی نشوید. اجازت دید بخوان، بله به بازار اجازت ندهید، به دوگانه های بد اجازت ندهید، به رفتن به دیسکتیکه های اجازت ندهید، به شهرهای غریبی سفر کردن اجازت ندهید بدون محرم. بگید به خانه پدرش، مادرش، برادرش، خویشاوندانش اجازت دهید، مادامی که برای دین و دنیاش ضرری جدی نداشته باشد. بله سلام قبول کنم. امرالله. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. مولا یک سوال داشتم در مسئله همین ترکه. سوال همین که همین پدر میتونه که مثال 4 تا بچه داشته باشه، ای بینش یک تیشه بخشه و دیگروش نبخشه، همین حق داره؟ نه، باید میراث بعد وفاتش طبق شریعت تقسیم کرده شد. این خیلی که به یک فرزند همه مال ماند و دیگر فرزندها چیزی نه، این نادرست است. این از خاتمه های بد است. انسان پیش از وفاتش ضد حکم الله حکم کرده میرد. میراث های من همش به فلانی گفته رود، این خطر عظیم دارد. این عاقبتی یعنی که بد. آدم دعا میکند که عاقبت ما نیک شود، یعنی آخرین لحظه های حیات ما عمل های صالح کرده از دنیا رویم، در آخرین لحظه حیاتش آدم ضد حکم الله حکم کرده نرود. الله تقسیم کرده است میراث را. وقتی که بنده که وفات کرد مال از آن او نیست، اون شریعت تقسیم میکنه به فرمان الله تعالی. بله سوال. احمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود نداریم انشاءالله. الحمدلله. این درباره عزیزترین قرآن میگفته درباره چی؟ حفظ قرآن. بله بله، در نقشه داریم. انشالله یکان برنامه در ابتدایش بیان میکنیم انشالله. فراموش نشود. بله خاطر رسان کرده. جزاک الله خیرا. بله برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد الله از شما راضی باشد. استاد همه شما درباره جینو گپ زدید، بخشش کمک وقت میگیرم. مثلا جین مسلمانی کافری
اگر همین مسلمانیش بینی گپ زنی قطیش مثلا بسیار کورو را مثلا بود میکنه مثلا چی خیلی بود میکنه فرمانش میتی مسئله کسلی مسئله اودام مسئله چندین کورو را که همین مسلمانو ما مثلا خود که گفتن شرط نیست مثلا زور میا بگم 11,000 جینی مسلمانی هم میبینم خیلی در فرمان ده مثلا فرمانش میتیم کورا که میکنن مثلا مسلمانان یکون کوری بد نمیونه همین کور چخیلی شما در مثلا جین گفت زده مثلا شما را بسیار مثلا چی میگنند توصیه میگن گوش که الحمدلله که با نوشنی کن داره هم باشم روننده و خدمت بسیار هم چورا گوش میگن بعد همین مسئله کسلی هم که میبینیم یک بار میگه که مثلا اقران همین سوره را بخون این سوره را بخون میگه در حال همون کسلی الحمدلله با فضل الله پاک شفا میوه سو کافر باشن میگه خوندم میگه همین چرا که همین جنای تنین ببرن مثلا که مقصد ما که ما همین 11,000 جین مسلمانی را میبینم همون کلونش را میبینم همین مسئله خیلی که مثال در چی ما هست همین فقط در دل بود که شما را ثواب دیم الحمدلله که الله همین روز نصیب کرد با شما صحبت کردیم کم میفهمودم میره مثلا گناه های که توصیه کی میدهد که درس ها را گوش کنفته همون جینو 11,000 جین شما را گوش میکنه حاضر اینا باز هم اومد هم کلانش اومد سلام میرسونم با شما الحمدلله که کلان شد همون جینو مسلمان های نماز میخونه مقصد خدمت تماما پای به طورت نمیموند به طورت تماما گشته نمیتونم مثلا توصیه شما رو بسیار چی میکنه مثلا گوش که میگه میره همین فقط هم نوشنیک در گوشم گوش میکنم همین سوال و جواب همه چیز شما رو الحمدلله گوش میکنم مقصد ما که مثلا نمی یگون ظالم یگون آدمی خطا مینکو در حال ما بخوام که بگم همون رو یک تبزن میزننش همون ای 3 روز تا 6 ماه رزولتاتش میشه یا معیب میشوه یا کسلی میشوه یا یکون کور میشن مثلا بسیار کورا را بود مینن همین خطایی که خطا نیست لیکن جینو مسلمانن نه برادری از جین یاردم نپرسید اگرچه مسلمان باشدم جین ها را نصیحت کردن ممکن است ولی آنها را کار فرمودن از آنها یاردم پرسیدن ممکن نیست و جین ها از نظر ما غایب است اگرچه که اسلام ظاهر کندن بعد وقتی که کارهایش را اجرا میکنید این فتنه جین هست در آخر شما را به کفر یا یگان کاری خطا بردنش ممکن است بنابراین نصیحت کردن ممکن است به جین ها ولی که اونها را از آنها یاردم پرسیدن ممکن نیست رفته فلان کار را اجرا کن نه این خیلی کارا نکنید حرکت کنید و آنها بسیار صحبت نکنید نصیحت کنید امری معروف کنید ولی از آنها کار طلب نکنید یاردم نپرسید از آنها استغاثه با جین میگن اینا یاری پرسیدن از جین ممکن نیست بله برادر خالد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد خوب هستید؟ الحمدلله. استاد ما هم ترویکا در کار میکنیم وقت هم خنک شدگی همین در باره محض یک هم در سوال داریم همین حالت داده خوبشوی ما مقصد جزیر میشه لای چل میریم هم جزیر میشه همین حالت ما میتونیم در نسکی محض کشیدن نماز را بخونیم بله پای افضال توده کندر بود اگر پای افضال از عاشق پا بالاتر باشد مانند موزه مانند کسافکه های بلند است که از عاشقی پاتون هم بلند باشد و به پای طهارت پشته باشید و پای افضال هم مست کشید میشد و به هم پای افضالتون نماز میخوانید فرق نداره قضای حجت هم به هم پای افضال مقصد میره فرق نداره اگرش تازه میشد حضرت انس پرسیدن که آیا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با پای افضال میخواندن نماز را گفتن آره یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم 5 وقت نماز با پای افضال میخواندن
حدیث در صحیح بخاری مسلم. اصلا صحابه ها همه در نمازها رو با پای افضال میخوندن و امروز ما برای چی با پای افضال نمیخونیم؟ برای اینکه مسجد قالین داره اوکی. اون مسجد ها قالین نداشت، حاجتی کشیدن نبود. چخیره که کرتتون رو نمیکشید مثلا پای افضالتون هم نمیکشید. اما مثلا با اون پای افضال اگه جایی ناپاک شاید زیر کریم نه که وقتی که خاک با زیر میکنید پاک میشه، یعنی با تازه میشه. بنابراین با پای افضال نماز خواندن ممکنه علاوه در این وقت‌های زمستانی خنک با پای طهارت که پوشیدید به همون مس کشیدن بگیرید. امروز یک استراحت است. نه استاد، کار. الله نصرت دهد، الله با کاراتون برکت دهد. پخش مستقیم در روزانه گرفتیم. چقدر از وقت و ساعتش؟ بهترین ما اینجا کار اومدیم وقتم خانه کردیم یک سوال. این اساسا برای مردمی یکوتیه و سخالین و یوژن سخالین و اون بیچاره فقط شکایت میکنن که برنامه‌های یعنی پخش مستقیم شما در ساعت 2 شب 3 شب ماه هست. انشاءالله روزی برای هم مردم داخل روزانه، برای زنها علال خصوص و برای مردمانی که یعنی که ساعتشون طوری نمیگیرد، برای آنها روزی یکشنبه در این مسئله تیوی یعنی به سوالهاشون جواب میگویم انشاءالله. یک سوال دیگر کم استاد؟ بیا. ما همینجا ساعت کاریمون 12 ساعت هست، اینه که کارمون میکنیم مقصد همین چی کاری میگن هم کار بود میکنیم. همین بوتیوفکا مونده دیگه هم بوتیوفکا هم میشنیم تا ساعت اینا 8 تا 8 شب مقصد گوش میشوه که میبروی میریم کارمون بود میکنیم ساعت 10 میبروی میریم. همین ما در اجازت هست نیست. بوتیوفکا چی هست؟ بودکا به جای نشست. بله بله و وقتی کار باید خیلی استراحت، مادامی که 12 ساعت کار باشد باید وقتهای استراحت هم داشته باشد که خیلی انسان هم رابرت نیست که دم میگیرید ده. لیکن میگوید که به بیرونی کارخانه به دیگر جا میرم، درست؟ بله کار رو بود میکنیم مثلا چند قریب کار میگن هم کار رو بزنیم کار رو میزنیم نه که 12 ساعت کاره ما 3-4 ساعت هم میزنیم بسیار وقت میبرویم میریم جای خوبمون میریم. اینش اجازت میپرسید. بنابراین میدونن همین نچلنیکا چون میدونن استاد. نچلنیکا چون میدونن. به هر حال مقصد آگاه کرده میرید و ساعت کاری و اگر مزد به ساعت کاری باشد یعنی به فریب ندرآید. یعنی میگوید که من همین ساعت کارهامو بود کردم، برای من اجازه که من 2-3 ساعت رفته دیگر کارهامو بود کرده بیایم، یا اینکه بهترش کارو به ابیام گیریتون، یعنی فلان مقدار کارو بود میکنید، فلان کوادرات تعمیر میکنید، فلان مقدار پول میگیرید. روزبه نیو کاربای این خوب است. چقدر کار کردید به همون آیلیگ میگیرید. بله. سلامت باشید استاد. الله جزای خیر کنه. برای شما هم جزای خیر. سلامت باشید. رمضان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله جزای خیر تا استاد یک سوال داریم انشاءالله. امیر راننده автобуси мусофирбар баъзан вақт ҳамин русия чӣ хеле устод ҳавош мисол боронӣ шува барфа ҳамин чизош бисёрай даробро дарани аммо автобусда бисёрай заминаш лой мешава устод. баъзан вақт шояд дар рӯи ҳамин боша шояд дар рӯи танбалӣ боша. аллоҳу аълам ҳамин намоза устод дар по рост месем лекин дар болои курсӣ мехонем. баландии курсӣ тозаномонай устод ана рукура росто мекунем, саҷдара дар болои ҳамун сиделӣ мекунем. ҳамин фаҳмондани устод ҳамин намозои мо ҳисоб мешавад ё барқарорш кунем ба шояд ҳамин тавр ё 1 сол зиёдтар хонда бошем ё камтар, аллоҳу аълам дар ёдмон нест устод. اگر دیگر شرایطی نماز خواندن نداشته باشید مگرم در همین حالتی که ذکر کردید همین گونه نمازتان درست است.
پیامبر صلی الله علیه و سلم صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا گفتن راست ایستاده نماز خواه اگر نتوانستی نشسته خواه. یعنی که مادامی که امکانیت نیست به هر حالتی که امکانیت هست در همه حالت میخونید ولی قضا نمیکنید. بله برادر. نه استاد راستا میخونیم رکوع را راستا میکنیم در بالای هم پای افضلمون نبروارده راستا رکوع میکنیم سجده را در بالای هم کرسی میکنیم و ششتن هم در بالای کرسی میشینیم اتحیات را میخونیم. اگر جایی بساعید نباشد میشه. جزاک الله از الله تعالی ترسید به قدر امکان. امکان شما همین قدر است. نماز خوانید مهم شد. ولی که جای خوب باشد و مسجد باشد نه. آدمی که نیست یا جای نماز انداخته خواندن یک جا نیست برای نماز خواندن در همین حالت ممکن است نماز خواندن. چه خیلی که شما ذکر کرده. بله. فرهاد. السلام علیکم و رحمت الله. استاد بزرگ. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز یک چند سوال ها بود. راستی هم یک دو روز پیش وقتی که من از نماز جماعت کمتر دیر کردم وقتی که رفتم که همون در سجدن و از سراسیمگی یعنی که تکبیر اول رو نگفته همراه جماعت به سجده رفتم. همین را میگفتید که درست یگان است؟ تکبیر الله اکبر نگفته رفتید همین خیر. بله از سراسیمگی و مقصد جو خودم فهمیدم که همین الله اکبر نگفته رفتم. مقصد چی میشه همین؟ تکبیر تحریمه رکن نماز است. یعنی کسی که بدون الله اکبر به نماز داخل شد و داخل نشده است. یعنی شما باید بعد نماز از نو خوانید. همون نمازی که به جماعت خواندید که از نو خوانید. بله وقتی که من خوندم با اثر همون را خوندم با خواستم که را بپرسم. درست. یعنی که وقتی که سراسیمه شدید و الله اکبر نگفتید شما به نماز ندر آمدید. یعنی فقط با ما اقتدا کرد برای این مهنتتان برای به جماعت آمدگیتان برای حرصتان به نماز ثواب میگیرید. ولی نماز باید از نو خوانده باشید. مادامی که از نو خوانده از نو در این حالت باید شما الله اکبر میگفتید و الله اکبر گویان با میرفتید به سجده. بله روسی هم که رفتم در سراسیمه شدم همین الله اکبر نگفته با سجده رفتم و یعنی تأخیر جماعت. باز تو سوال دیگر همین بود که مقصد من افروی شما را گوش میکنم بسیاری برادران هستند که چی بگیم خواهش قرآن و مختن دارن تعلیم علم که من مقدر خوندگی نیستم الحمدلله که مقصد تجوید قرآن همین قاعده بغدادی صورت گذشتگیم. مقصد اگر شما هم چی میگیم پیشواشین اگر مقصد چی کنیم و بسیار در سوال ها شد که مقصد هم خواهش یک گروپ هایی که یعنی که طالب علم را درس دادن یعنی که دارم مقصد با قدر امکان همین را شما چه توصیه میدید استاد؟ شما درس دادنی هستید؟ بله مقصد با قدر امکان تا جایی که میفهمم مثال تجوید قرآن خوندگیم قاعده بغدادی و همین قاعده بغدادی درس دهید برادر. حاضرش قاعده بغدادی و از تجوید هر چیزی که میدانید تعلیم دهید لیکن خودتان باید از یک قاری دیگر درس گیرید. خب من هم استاد درس گرفتم درس آنلاینی و میخوام که همیشه با تکرارن مثال با چکلی که گوش میکنم بسیار برادر خواهش میکنن در همینجا مقصد همین را چه ما گروپ ها چکنیم چه هم برادر را همه که با خود در گروپ ها داخل کنیم چه مقصد یک گروه شرط با ما آدمایی که میشناسید یا مثلا رقمتون در اینترنت میمونید میگوید که کسی اگر درسی قاعده بغدادی میخوانده باشد به همین رقم یا به همین سلکه تلگرام مثلا وارد شود گفته اعلان میمونید بچه‌هایی که در آمدن درس دید. مقصد همین را چه رسکنن شما میشه استاد که مونیم یا که مونید زیری کمیتر یا نویسید مردم میخوانن میدارن. بهترین
انشاءالله خیر میتونیم سلامت باشید. با حرکت خودتون هم علم آموزید. فقط علمایی که خواندید در خود هم درس دید. مثلا شما قرآن حفظ بذارید، قاعده بغدادی درس دادن گرید. بله و از قاعده تجویدی هم خوندگی هستیم پیش مدهای فهمونید، برای تنوین فهمونید، اخفای فهمونید، اظهار فهمونید. بله. سلامت باشید. سلامت باشید شما. جزاک الله. و ایاکم. خب برادر بفرمایید شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله و برکاته. داماد سوال آیدی نکاح سوال داده بود، اگر هم برادر باشد در همین ما رو تماشا داشته باشد برنامه وارد شود. آیدی یک طلاق سوال داد که کسی خانه‌دار شده است و حالا هم بیشتر نشده طلاق داده است، گفته شب سوال کرده بود. همون برادر اگر باشد در آیت سوالش تا اینکه پر فهمیم و جوابش دهیم. بله. داملا امی کارگر حکومت در حکومت کار میکنه، معلمه که مقصد دزدی میکنه، هوای بعد میگیره صدقه میکنه، در مسجد میبره صرف میکنه، دمی حلال یا حرام؟ برای صدقهش خیر دیدیم اگر از مال حرام صدقه کند الله قبول نمیکنه. الله تعالی میگه که ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، شما از مال پلید نفقه کردن رو نیت نکنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ان الله تعالی طیب ولا يقبل الا طیبا، الله تعالی پاک است و فقط پاک را قبول میکند، یعنی خبیث را قبول نمیکند، پول حرام را قبول نمیکند. لیکن پول حلال هم داشته باشد و پول حرام هم داشته باشد و از پول حلالش خیر کند، به پول حلال خیر کردگیش ثواب میگیرد، برای اون پولای حرامی جمع کردگیش و دزدی‌های کردگیش گناه میگیرد. بعد الله تعالی خودش اسرع الحاسبین، بسیار تیز حساب و کتاب کننده است و احکم الحاکمین، حاکم ترین حاکم ها، قاضی ترین قاضی ها است. الله تعالی خودش حکمش میبره روز قیامت. بله. سعید. سلام علیکم استاد. یک بار دیگر. علیکم السلام و رحمت الله. استاد ایفیری گذشته دیروز سوال داده بودیم، لیکن به سوال خود جوابی پورا نگرفته. به فکر ما رو از ایفیر خارج کردن. خواستم به سوال خود جوابی پورا گیرم. مقصد شما گفتید که اگر جوابت رو دادم گفته باشی یک طلاق می شود. آیا همین یک طلاق ما باید از زن نکاح کنیم یا زندگی کردن گیریم؟ اگر یک آدم زنش گفت که من تو رو جوابت را دادم گفت، بعد بعد یک روز یا دو روز پشیمان شد، زندگی کردن گیرد. طلاق رجعی حساب میشد، زندگی کردن گیرد. لیکن یک طلاق رفت از بین، حاجت نکاح کردن نیست. فهمو؟ این سوالی نو گفتگی مزان شما نبود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال داشتم. همین شما خودتون میدونید همین اینترنت علم گرفتن به حد مشکل است. برای همین مقصد چیز ما تماشا کنیم، همین اینترنت تماشا میکنیم، یعنی در همین اینترنت ها میبینیم که یا مولا میگه کسی بگوید الله در عرش است کافر است، کسی با یک مولای دیگه میبینیم میگوید کسی که بگوید الله در عرش نیست کافر است. ما کدام اینها رو گوش کنیم؟ یعنی اینکه آدم نمیدوند کدام این را قبول کننده. بله. اکو اگر اینترنت نباشد و در مسجد باشدم، یک امام مسجد این خیلی میگود، یک تشت این خیلی میگود، کدامش قبول میکنید؟ به هر حال این مسئله هست که حتی فطرت هم دلیل میبیارن. فطرتاً طبیعتاً مسلمان ها هم و غیر مسلمان ها هم به سوی بالا توجه دارد. الله تعالی در بالای عرش است و کسی که این کار میکند حکم قرآن را انکار کرده است.
الله تعالی در 7 جای قرآن الله تعالی بر بالای عرش استوا کرد گفت و مفسرها از جمله حافظ ابن کثیر گفتن که معنای استوا استقره قرار گرفت. یعنی الله تعالی اگرچه در بالای عرش است معنای آن ندارد که الله تعالی به عرش محتاج است. آسمان در بالای ابر است یا ابر در بالای ما هست، ابر به ما محتاج است؟ نیست. الله تعالی به هیچ چیز محتاج نیست. عرش یکی از بزرگترین مخلوقات الله تعالی است. عرش تمام مخلوقات احاطه کرده گرفتگی است. یگان مخلوق از عرش بیرون نیست. عرش تمام مخلوقات را احاطه کرده است. 7 قبض آسمان و تمام مخلوقات و موجودات هم در داخل همین عرش است. عرش همه را احاطه کرده گرفته است و الله تعالی بیرون از عرش است. عرش و تمام اون مخلوقاتی که در داخل عرش است اینا همه عالم است و الله تعالی در بیرون عالم است. الله تعالی پروردگار عالم است. بله. بله. نعمت و علیکم السلام. میخواستم از شما پرسم که من از خواب اذیت میکشم شبها و وقتی که سوره‌های قرآن را میمونم به راحت خواب میروم. داملو رو گوش کردم میگوید که این ممکن نیست. آیا همین شر میداده؟ برای چی ممکن نیست سوره قرآنی رو قرآن مانید در خانه هاتون قرآن قرائت کرده شود، یعنی جین ها میگریزد. قرآن همه وقت فایده دارد. وقتی که گوشتون گوش کرده مثلا کار کنید هم طعام خورید هم قرآن گوش کرده اگر گردید بسیار خوب است. برای سلامتیتون هم فایدهش است. وقتی که از گوشتون میدارد هر یک آیت به یک اعضاتون فایده دارد. هر یک سوره هر یک آیت فایده دارد. بنابراین گوش کردن گیرید. در وقت خوابتون هم گوش کرده خواب کردن گیرید. هیچ باکی نداره. مادامی که همین برای شما یعنی که معقول تر باشد و آرام تر باشد گوش کردن گیرید. قرآن ضرر ندارد. رحمت کلام. تشکر برای شما. سلامت باشید. بله. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوبه استاده؟ الحمدلله. استاد همین سوال ما همی بود که این مسئله مقصد انسانهایی که خودکشی میکنن مقصد خودشون به دار میکشن یا اینکه بدن خود قتل میکنن همین حکم چیه در آخرت؟ اینا بهشت میرون یا اینکه نمیرون؟ اگر اینها در دنیا نمازخوان و مسلمان باشد بعد خودکشی کرده گذشته باشد و سبب خودکشیش معلوم نباشد، بعضی کارشناسان میگن که 51% خودکش ها یعنی اکثرش سببش نامعلوم است. میگن سببش نامعلوم است. غالبا اینها رو جین به قتل رساندگی هست. جین اگر یک آدم به قتل رسانیده شد به واسطه یعنی به دار کشیدن خودکشی میرساند. یعنی او در نظر ما خودکشی هست لیکن اصلا به جین کشتگی است. اما سببش معلوم باشد. مثلا مادرش گفته است که ما دیراجدینیت قید نمی کنیم، دخترچه گرفته است خودش آویخته است، یا قرضدار شده است قرضدارا هر سحر آمدن میگیرن یا میترسونن که اگر قرض نتی فلان میکنیم گرفته است خودش آویخته است. البته این سببش معلوم است. این است گویا از عذاب دنیا خلاص خورده است به نظر خودش لیکن خودش به بلای بدتر گرفتار کرده است. کسی که خودش با کارد میکشد یا با آتش در میدهد یا به دار میکشد یا به هر راهی که خودش را به خطر رساند زهر میخورد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه تا روز قیامت این کارا کردن میگیرد. خودش میکشد، گشت الله تعالی زنده میکنه با خودش میکشد. یعنی همین جزای کشیدن میگیرد در قبرش هم. یعنی وعید هست.
اما اگر کافر باشد بله و کافر به این هم دوزخی هست، یعنی کسی که خودش کشته است و به همین هم دوزخی هست، یعنی تمام حکمش معلوم است. اما آدمی که مسلمان باشد و خودکشی کرد و سببش نامعلوم باشد و ظاهرا اگر و جین مثلا نزدیکانش میداند چی مشکلی ها داشت، یگان مشکلی دنیوی یگان خطر نبود و خودش کشت، یعنی اینو بسیارش سبب جین قطعی میشه و جین کشتگی هست، انا همین هاش به جنازه خوانده میشد. اما آن آدمی که برای قرضش شده یا برای ترس شده یا برای یگان چیزی دیگر یا برای آبروش که ریخت خودش به قتل رسانده یا از خوف زندان خودش به قتل رسانده، اینا جنازه خوانده نمیشه. جنازه هم خواند یگان عموی سفیدا آدم‌های عامی ها خواند. بله استاد بعد همین انسانایی که بیماری بواسیر دارن همین صاحب عذر حساب میشنون؟ بعد در کدام مسئله؟ در مسئله طهارت نماز بله صاحب عذر هست. باید چه طهارت کنن اینا؟ استنجای میگوید یا طهارت؟ نه مثال هر نماز در طهارت باید کنه یا اینکه یا طهارت کردگیش خیلی کدام وقتا میشکنه کدام وقتا نمیشکنه؟ مقصد شما مستحب کردن یعنی استنجا بله. کردن یا طهارت بله. کردن؟ نه هر دش او از بواسیر یگان چیز میچکد. بله اگر دائمی چیزی از او جاری می شده باشد، نجاست از او برآمده می ایستاده باشد، بله در هر یک نماز یک طهارت میکند. لیکن اگر هیچی نمی برود و فقط درد دارد فقط، بله امر مستحب کردن یعنی استنجا کردنش سبوکی داده میشد برای او، یعنی چیزی که براش راحت باشد همون اجرا کند، خواه آب خواه کاغذ به چی خواهد به همون استفاده کند. المهم خودش را پاک کند به هر چیزی که پاک کردنش اجازت است. آب شرط نه، اگر آب ضرر میکنه با کاغذ خود را پاک کند. اما مسئله طهارت او به بواسیر به فکرم ضرر نمیکند. طهارت از دست شروع میشه، دست و روی و پای و اینا به بواسیر یگان مشکلی ندارد. یگان جای نافهماش باشد پرسید. نه مقصد نفهمش استاد همی که مثال هر وقت نماز دا طهارت نو کردن لازم یا که برای که بعضی وقت مثال همون عذر پیدا میشه با بعضی وقت نمیشه هر خیلی نه بواسیر تا جایی که من میدونم درد است، درد و ورم است، از آن چیزی نمیچکد. اگر رفت و از یک چیزی نجاست بردوام چکد، در این حالت در هر یک وقتی نماز بعد طهارت میکنید اگر چکیدن گیرد هم. لیکن اگر این چیزی از اون نمیچکید و فقط درد دارد باشد، در این حالت یعنی که طهارت پیشینتون به عصرتون کفایه است مادامی که طهارتتون نشکست است. بله عمران بن حسین رضی الله عنه بیماری بواسیر داشتند. وقتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم طلب اجازتی کی کردن پرسیدند، کی یعنی آتش تصفانده به همونجا آهنی تصفانه زیر میکنه و با همین یعنی که موقتا شفا مییابد خیلی مدتی دراز. پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر این کارو نکنی صبر کن، صبر کرد. بعد فرشته فرامده هر روز زیارت میکرد است، چون که هر روز درد دارد بیچاره. کسانی که بیماری بواسیر دارند هر روز درد دارد، هر روز علم دارد، هر دقیقه و هر ثانیه درد دارد و فرشته فرامده زیارت میکرد است. و بعد مدت بعد خسته میشد و کی میکند، یعنی هم طبابتی کی استفاده میبرد. بعد از بواسیر درست میشد، فرشته دیگر نمیفراید. بعد گذشتن چند سال با همین بیماری اوج میکند. بعد این دفعه دیگه کی نکردم تا روزی وفاتم فرشته فرامده زیارت میکرد. این از کرامات اولیا هست.
ولی برادر به درد وقتی که صبر میکنید الله تعالی اجر میدهد و این دردها هم روز قیامت در میزان حسنات بنده میشد یا اینکه سبب کفاره گناه ها میشد. به هر حال فایده دارد، دردها فایده دارد. بله. میر جلال سوال مهم. السلام علیکم حضرت جان. علیکم السلام. حضرت جان اکروت همین نامی مصور و مزمل یاد سخن میکردن یواز کردن همین نامو شرط است. مصور قدی چی؟ مزمل. مزمل. بله. مزمل نامی خوبم نیست و بدم نیست. یعنی شخصی که خودشو با کرپاها پیچانده خواب کرده است. نامی خوبم نیست. الله تعالی یا ایها المزمل گفت، یعنی این سبب داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی لرزیدند، خنک خوردند، ترسیدند از وقتی که وحی بار اول نازل شد، رفته بالاهاشون پیچانیده خواب کردند. یعنی مزمل گفت الله تعالی. یعنی به جای این محمد مانید، احمد مانید، ابراهیم مانید، نامای پیغمبرها رو بهتر. یعنی صفتی دائمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا مراتب شد، الله تعالی مزمل گفت. اما مصور درست نیست، باید کلمه عبد اضافه کرده شد. عبد المصور، بنده مصور. الله اعلم. تشکر دارم. سلامت باشید. بله برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر میخواستم که یک آیت تحلیل کنیم، التماس هم خیلی تحلیل کنیم که تمام مردم بفهمند. سوره از میگم سوره الرعد آیت 13. خیر. همین وقتی که همین یا که آیت یا که حدیث یا که روسی گم نمیدونم همین اومدگی که همه ازمیلیت کننده همه چی، تغییر کننده همه چی پروردگاره. در همین آیت اومدگی که تو انسان خوش تغییر نتیه، خداوند تغییرش نمیتیه. همین چی خیلی بفهمه حضرت. سوره رعد آیت 13 گفتید؟ سوره رعد آیت 11. 11؟ بله بله. بله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله تعالی میگه که الله تعالی یک قوم را حالتشان را تغییر نمیده تا مادامی که خودشان تغییر ندهند. مقصد یک آدم کمبغل است، میخواهد بای شدن، یعنی حالتش به از این حالت به این حالت تغییر دادن میخواهد. همین آدم همین خیلی که بود، همین خیلی گشتن گرد، حالتش تغییر نمییابد. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله تعالی حالت یک قوم رو تغییر نمیده تا مادامی که اونو تغییر ندهند. خب برای بای شدن سبب ها هست، اون سبب ها رو اجرا کنند. یا مثلا برای راهی راست یافتن میخواهد، یک آدم میخواهد دیندار باشد و الله تعالی نزدیک باشد، ولی شروع کند از همین روز تغییر دهد، ریجه روز اسلوب زندگیش تغییر دهد، الله تعالی هم به حیاتش تغییرات وارد میکند. نماز تهجد خواند، نماز با جماعت رفت، ذکرهای صباح کرد، قرآن خواند، امر معروف گوش کرد، درس گوش کرد، طبق شریعت عمل کرد، در تجارتش است، در کارش است، با خویشاوندان رفت آمد پیوند کرد، معامله نیک با مردم شروع کرد، از کسی مثلا ظلم کرده باشد عذرخواهی کرد، توبه کرد به گناههای قدیمه، عملهای صالح را زیاد کرد، تغییرات وارد کرد در حیاتش. حتی همسرش هم بیند که مردک چی گپی که امروز تو دیگر آدمی،
این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله تعالی حالت یک قوم را تغییر نمیده تا مدام خودشون تغییر ندهند. باید مهنت کنند، حیات تغییر دهند، کوشش کنند، با الله تعالی برکه میدهد، قوت میدهد. این شما با نزد الله تعالی یک وجب نزدیک شید، الله تعالی یک قدم نزدیک میشه. شما اگر به نزد الله تعالی راه گشته روید، الله تعالی به سوی شما میدود. یعنی شما یک لحظه حرکت کنید که نزدیک شوید، الله تعالی بیشتر حرکت میکند که به شما نزدیک شود. یعنی مرتبه شما را میبرداره، به حیاتتون برکه میدهد، تغییرات وارد میکند. لیکن همین خشینید که خوب شود بعد این میکنیم و اون میکنیم گوید همین خیلی میستد. بله. تشکر زیاد. برادر یک سوال دیگه دارم. همه یکم نماز اگر قضا کنی، یکم گناه کنی، مقصد همه هسته که مقصد در یکم نماز قضا یکم گناه ده تو چند گناه گرفت؟ نفرم در نماز قضا عصر بامداد نفرم 100 گناه گرفت، 100 گناه گرفت صفر دارم یا که در یکم ذکر کنیم قدر ثواب گرفتی هم قد صفر دارم یا که نه؟ فقط که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی نماز عصر قضا کند گویا که تمام اهل و عائلش و تمام مالش از دست داده است. گفتم یک قصه نقل کرده بودیم، بار یک استادم گفت که به یک جنازه اشتراک کردم در نماز پیشین، بسیار صاحبان میت داد و فیغان میکرد. بعد حیران شدم که یک نفر داد میگفت. این چی کسی هست برای چی اینقدر داد میزند؟ یک آدم بیگاهی از کار میبیاد که قصر داشته، در داخل قصر زن و فرزنداش همه با تمام مال و ملکش ساخته تمام شده است. یعنی نه دیگه زن و فرزند دارد، نه خویش و تبار دارد، هیچ کسی ندارد، تمام مال و ملکش هم ساخته خاکستر شده است. یعنی نماز عصر اگر قضا شود، به جای نماز عصر همین چیزاش از بین میرفت، براش سبکتر میفرامد. همین قدر ده. فهمیدید برادر؟ محمد. السلام علیکم. اصل این نام محمد. علیکم السلام. برادر عزیز سوال دارم. الله جزای خیرتون ده. من هر کار میرم نماز بامداد میخونم الحمدلله. و همین نماز بامداد خواندن طهارت شکتی تا نماز عصر یا شما همین طهارت قطعی نماز میخونم. گاه وقتایی که خیلی کار میکنیم تو ساعتای 8-9 بعد میام بفرایم خواه میرم تا قریبی نمازی بامداد خفتن در همه حالت میخونم. شما در همین چی گفتنی؟ خفتن در وقتی بامداد میخونید؟ نه 1 ساعت موندن به بامداد. به هر حال این یعنی این راه و روی پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست. کان یکره النوم قبلها والحدیث بعدها. پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش از خفتن خواب کردن بعد میدیدن، بعد خفتن گپ زدن را بعد میدیدن. اگر امکانیت باشد خفتن در وقت ابتدای وقتش خوانید و بعد خواب کنید. سلامت باشید. آخه شما بعد شام خواب میکنید؟ نه من باز خفتنم میگذرد از کار میام بعد مثال شام که میگیرم. شما وقتش را انشاءالله خدا میخونیم. شما وقتی که وقتش را میخونید 1 ساعت دیگه صبر کنید، خفتنم خوانید و بعد خواب کنید. سلامت باشید برادر عزیز. سلامت باشید. الله نگهدار باشید. خب ابوبکر. السلام علیکم رحمت الله. علیکم السلام رحمت الله. انشاءالله خوب هستید استاد؟ سلامتون هست؟ الحمدلله. بفرمایید برادر. یک سوال اویدی سودا داشتیم نه میخواستم پرسیم.
مرحبا. ما چند سال پیش یک برادر شریکی کار میکردیم. دو کس طرف همون کی به مقصد شامه بار میفرستانیم برای دانگی نخوت لوبی همیشه. انا اونجا آدمی که این بار قبول میکرد ما به چی کرده بود؟ نرخ حسابی مثلا 10 سوم میخرید، ما راستش باید بگیم که مثلا این بار قطعی راهکروی و رسخود پسخودی همش ما به 10 سومی غلطی دو کس 1 سوم حقش میدم مثلا 11 سوم قبول کرد میگرفته یا نه باشد 10 سوم قبول کرد میگرفت. ما قطعی برادر که شریک بودیم برابری تقسیم 150 درمی تقسیم کرد میگرفتیم فایدهشه. نگاه وقتا میشد که اکو حساب کتاب و نویستن همش تکلی من بود. این حسابی برادر شریک نه او کس مثال نو میغلطید بعضی وقتایی که با نونی میگفتیم در مقصد همون او پول اوایس روی میکرد بانک تی مقصد پول 23,000 روی میکرد که این پول با فرسان کته خیلی دروغ میگفتیم ده 50 تا 1 سوم خوش کرده میگفتیم که مثال نو غلطی داشته 10 میگفتیم او کس مقصد فایده 1 سوم نه 2 سوم مونت کته چه میشه همین استاد همون برگردون دادن در کار 5-6 ماه همین کار کردیم دوام داد. سال 2020 زنگ میزنید و میگوید که همه خیلی حالت شده که هست. میگوید من داملا رو پرسیدم همه خیلی جواب دادم. میگوید یعنی اگر اون برادر میفهمیدگی باشد همه خیلی کار کردیم چیکار کنم برادرمون حساب کتاب کنیم من پولای به تو برگردونم. گوید من بخشیدم. گوید بخشید. اگر این گپ گفتم برایتون وزنین باشد نگویید و همون پولا رو حساب کرده به یک راه گردانید. گوید که یک حساب کتاب خطا شده است مقصد ما کمتر پول قیمت حساب کردیم این پولا رو شما گرید حق شما از گفته جدا کردید. انا این برادر شریک چی شریک مقصد همون 50 تنی مثال دگواری برابر تقسیم میگرفت. این کس هم نبید نرکی مثال من با لیشنی مقصد پول ماندستم ده این پیش این من گناهگار میشه فقط او آدمی که بار قبول میکرد این به هم گناهکار میشید برای آنکه باید شریک اگر دوتا شریک یکتش خیانت کند الله تعالی از این مابین میبراید. یعنی الله تعالی کدام مسلمانی که شریکی کار کند من در بین آنها گفت یعنی منم شریکی آنها. شما تصور کنید اگر الله تعالی شریک باشد یعنی در تجارت شریک باشد و تجارت تو می آدم میلیاردر همراه شود اگر منم برای این تجارت همراه بود اگر خرسند میشید بلکه آرزو میکنید که فلان میلیاردر یا میلیونر اقلا همراهتون باشد شریکی کار کنیم. الله تعالی بود که منم در همین شریکی قوش هستم یعنی همراه هستم مادام میگی دو شریک یک دیگرش خیانت نه همین که خیانت شد من از بین میبرم. معناش این است که الله تعالی از بین نبرد اونجا برکه هست. الله تعالی همراه شما باشد صاحب ملک ذاتی که بانکرات نمیشد ذاتی که وفات نمیکند ذاتی که پول و مال تمام دنیا در دستش است همراهتان باشد شما دیگه پروا نه. اگر بلکه از قطارتان برآمد به سبب خیانت در این تجارت دیگه خیر و برکت نیست. بنابراین توبه میکنید و این برادرم یعنی که اگر آگاه کنید و مشکلی میشده باشد بله در حق استغفار پرسید و توبه کنید و این کار دیگر نکنید و اون مالی که این به مال اینم ضرر میرسه شما اگر خیانت کنید به مال اینم ضرر میرسد. بنابراین وای مالا برگردونید من بعد دیگه این کارو نکنید ان الله الله تعالی از بنده‌ای که توبه میکند خرسند میشه. جزاک الله خیر ان شاء الله. درخت ما دعا کنید. سلامت باشید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد ان شاء الله که خوبه. الحمدلله. استاد بهترین اقدام پیش گرفته که روزای بازار دامونده ما هم وقتمون درستی بسیار وقت با همون ساعتی که شما گفته که بدیم و چی ساعت 1 شب تقریبا میگرفت همون دامامی خبرت مو خیلی میخواستیم همین کارا را الله برکتون چه استاد. آمین.
استاد سوال ما چنین بود استاد، اگر یک به اشاره میگفتین که همین تسبیحی که به دست کرده میشه هوای طبق اساسیش باید چه کنی؟ بعضی با نوک شلیک میکنن و بعضی با همون سه جای خط میشه. سبحان بله بله الله ذکرهای میگوید. بله خوب است که هر یک انگشت سه بغم دارد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یعنی یک مرتبه میرید با یک مرتبه گشته میبید 6 تا میشه. الحمدلله 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 همخه میرید 30 میشد، چون که هر یک انگشت سه تگی دارد. دوباره شود 15 ضرب 2 30 میشد. بعد 3 بار سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگید. بعد همخه دوام میدید. اگر این خیلی کنید هم میشد سبحان الله 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 10 بار شد اینش یک تا میکنید. با همین یک بار پوشیده یک بار کشید با 10 میشه 2. چپکتی اینه حساب میکنید، چپکتی ذکر نمیکنید و همخه. بعد 3 بار کشید، بعد 3 بار دیگه 3 بار شمردنش آسان است، تو به ذهنم میشه سبحان الله سبحان الله سبحان الله همخه. بله استاد فهمو. استاد یک سوال دیگه بود. خب همین مسئله سجده سهو استاد، وقتی که یک طرف سلامتی یا که دو طرف هم سلامتی استاد وای صداتون قطع شد. بله دیگر کسی قبول کنید. طاهر نوارتون کشادگی است برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یک سوال دارم. اینخیلی شنیدم که برای عقد نکاح مثال یک آدم دخترش دوستاست обязательно домлочек میزند. لیکن ما شنیدیم که نکاح برای دادن دختر پدر لازم، اگر پدر نباشد برادر، برادر اگر نباشد اگر اوکاش نباشد طرفی امکیش داده میشد. لیکن همین نکاح کرام برادر همین обязательно همین домлочек میزند. همین با یک گپ میگفتید همین وای نفهمم как бы. آخه این بیچاره مردم ما حتی همه از آن کودک بیم دامولا میبیارن. یک کودک تولد میشد از آن گویی و یک دامولا میبیارن. برای چی؟ برای اینکه خودشان نمیتونن گفته. یعنی از همین قبیل آدم وقتی که پدرش گذشت باید خودش به جنازه امامتی کند، لیکن نمیتوند، مردم مجبور امام میبیارند. نکاح هم همین خیلی آخه خطبه نکاح خوانده نمیتوند. و الا اگر اون پدری کلیند، پدری دختر در حضور دو شاهد گوید که ما هم دخترمو به شما دادیم، گوید این قبول کردم، گفت نکاح است، حاجتی داملا نیست. لیکن اونجا خطبه نکاح خواندن سنت است. این خطبه نکاح نمیداند اینا، برای همین داملا رو میبیارن. فهمیدید برادر؟ برادر بین ما یک شنیدم که دوستان این نماز نمیخواند، جنازه خوانده نمیشد. یک در شهری آفریقا میخواد یک شهر بوده است یادم میدونم شنیدم دی خلاص. لیکن ما از کنی بودم هستم، من همشهری شما. لیکن همین کی همین گذر ما میدونستم و آدمو همین ویچینه مست بود دی خلاص. گذشتگی وقتنده جنازه میخواند. این به چه میشه؟ این اکو رعایه نیست در تمام دنیا. تا جایی که میدونم در بینماز، یعنی که نماز از بنابراین یوسف ابن عبدالبر همین دلیل کرده، اجماع نقل کردن که تاریک الصلات مسئلهش به اجماع نقل کردن. برای اینکه در تمام زمانه ها قبرستانی که آدم بینماز جدا نیست. از قدیم الایام قبرستانی یعنی که بینماز و بنماز جدا نکردن. همین خیلی آمدگی است. لیکن اون بینماز باشه جنازه فایده نمیکنه، جنازه میخوانن
لیکن فایده ندارد. با یک سوال دارم برادر. من شما چند قدم شما سوال میتیم میگم هیچ نمیشد، خوش نمیشد، استودیو پر هست برادر. خلاص یک با سوال دارم. همین نشد یک آدم حج برود و آدم بیاد و یک حاجی میگوید، لیکن مثال پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چند بار حج کرده بودن. مثال کم کم من شیخ‌های گوش میکنم. مثال یکی یگان سننده نشنیدم که همین حج به رفته عمدگی آدمای حاجی گویید. مثال بله ایام یگان گپ میزدید برادر. بله، سال اولی که حج فرض شد سال 9 هجری بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر را راه بلد کرده، امیری حج کرده فرستانیده. خودشان سال دهم حج کردن، یعنی یک مراتب حج اسلام کردن. و این چنین بعدی وفاتشان حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، عثمان رضی الله عنهم اجمعین اینا حج میکردن. یگان نفر اینها حاجی ابوبکر، حاجی عمر، حاجی عثمان، حاجی علی این خیلی نام نبود. و حتی علامه بکر ابوزید در کتاب معجم المناهی اللفظی آوردن، یک کتابی نویسن معجم نامگذاری کردن. نامش معجم یعنی که فرهنگ به زبان تاجیکی، یعنی حرف الف، حرف با، حرف تا یا آخرش هر لفظی که تلفظش درست نیست در زیر همون حرف میبرن. در حرف ها حاجی رو هم آوردن، یعنی حاجی گفته تلفظ کردن آدمایی که حج کرده آمده است ممنوع است گفتن. یعنی در معجم المناهی اللفظیه لفظهایی که تلفظش نهی است در همون جا آوردن. مثلا از از حج دیده گیریم اگر عمل نماز با قوت است. ما یک آدم حاجی بابا میگویم یا حاجی میگویم، یکی نماز خوان نمیگویم که نماز خوان علی، نماز خوان ابوبکر، نماز خوان عثمان، نماز خوان علی، یا روزدار عثمان، روزدار علی، روزدار عبدالله نمیگویم. برای چه حاجی میگویم؟ اینم بعد سالهای 600 پیدا شد. او حافظ ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه، اون کتاب میخیل که سال 500 در آمد میگونه حادثه هایی که در سال 500 شد نقل میکنن. در سال 500 خلیفه مسلمان ها کی بود، کدام عالم ها وفات کردند، کدام عالم ها به دنیا آمدند، چه حادثه های بزرگ شد، کی راهبر شد در حج اون سال 500 هجری، چی کارهای عظیم شده باشد همیشه ذکر میکنن. بعد میگن که سال 501 در آمد، میگن سال 502 در آمد. میخواد تاریخ مینویسن. وقتی که سالهای 700 آمد کلمه حاجی پیدا شد. گفتن که فلانی حاجی، فلانی حاجی. بنابراین علما گفتن که این از عجم پیدا شد. مردم ترک، مردم فارس اینا، یعنی کسی حج رود فلانی حاجی گفته، همین لقب بر بالای اسمش یعنی اضافه میکردن. یعنی عرب ها این کارو نمیکردن. حاضر هم عرب ها این کارو نمیکنند. هر کسی که حاجی فلانچی است و عجم است. عرب ها بارها رفته عمره میکنن، اونا حتی ویزا هم نیست بیناشون. میرد روزی شنبه و روزی جمعه و روزی استراحتش یا روزی پنجشنبه جمعه و ماشینش اهل و عائلش که میرد یا عمره میکند میبیاد. یعنی یگان کسی اعلان هم نمیکند. همین تراشیدن موش میفهمید که عمره کرده است. همین آدمی کالا میدیدیم میگفتیم که تقبل الله منا و منکم، الله قبول کند. یعنی میفهمید که همین آدم عمره کرده است. تمام. این خیلی نیکی برای حج رفتن است، عمره آمدنش مردم خبر کند و یا توییت و یک آگاه کند یا عنوان زیادتی گرد. نه، بلکه انسان عملهای نیکش پنهان میکند. و خوب است که آدم راضی نشد. من فلانی حاجی نگوید و هم تو نام خودم گرفتن گرید گوید، خوب است. بله. یک برادر شنا شدیم، نامشان
چی گفتن؟ حاجی گفتن. هم تو نامشو نگرم گفتم نیه حاجی. من گفتم برادر گوش کنید گفتم. من گفتم یکم این شیخ‌های گوش میکنم یکم جان حاجی نمیگوید که تو فلان چی حاجی. هم گفتم خفه نشید من پروسه نامتون میگیرم گفتم. گفتم ندانم این برادر اما خفه شد چی خلاص همین کراچی برادر. نادرست از این چیزا نعوذ بالله آخر آدم به خودش لقب نمیمون. لقب مردم میتیان. لقب بگذار مردم دهد. بعد این خیلی نمیگود که آدم آخی من حاجی گو من نام تاق نگیرید میگود با بعضش. با چی خواه کرده نکار گو من حاجی فلانی میگود. نعوذ بالله اون حج قبول شد نشد. این مسئله ها مهم است. آدمی به این چیزا خودش بزرگ نشمارد آدم. بله. خلاص برادر اگر ممکن باشد با یک شما گپ میزنم. یک برادرنده همون برادر دختر داشته است خلاص. من این شنیدم که دختر شوش نیست شوهر ندارد. من وای برادر گفتم بیا برادر خیلی دخترت نگردد من دویم زنکره میگیرم. این خیلی چخیل میشن. ما وای اکو خیلی کم کم من امین شیخ حسیمین رحم الله مثل فوزان حفیظ الله مثل خالد الفلیجی شیخ های کم کم گوش میکنم. وای آدم به سنه گابزن اما رجیستراسیا پوستش است که تو گیجانده رجیستراسیا سبحان الله گفتم من تو گفتم این خیلی یک زنک بهم نامسش هست. مودو خیلی زینا کرد نموند مثال دیکن خلاص یک چیزا فهمیدم وای من به رجیستراسیا پوستش است. این چه میفهمیدم؟ خاک مردم وقتی که به خواستگاری میرید خانه‌داری کارداری همین چیزایی میپرسد اونای نظرشون همین قدر است. به مسئله دنیویش نگاه میکنند. در کجا زندگی میکنی چی کار داری رجیستراسیا داری نداری پگه توی دیپورت کند زی دختری من در کوچه میمونم شاید همین چیزایی به نظر گرفتگی هم. خلاص امین برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در همین قدر کفایتی میکنیم والله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید.